خانواده عزیزم، ممنونم که یک داستان دیگر رو با من همراه هستید. این پست مسابقه هستش. هر کس که بیشترین کامنت رو توی این ویدیو بذاره برام قرعه کشی میشه و یک نفر انتخاب میشه. از این به بعد هر ماه چند تا جایزه ویژه برای شما دوستانم در نظر گرفتم به پاس محبت و همراهیتون که تقدیم شما عزیزان میشه. شاید خوششانس بعدی کانالمون شما باشید. حتما برام کامنت بذارید که به بیشترین کامنت جایزه تعلق میگیره و در ویدیوهای بعدی بهتون اعلام میشه. در قسمت قبلی این داستان شوهر حمیده که قاچاقچی بوده و حمیده نمیدونسته توسط پلیس روسیه از بین میره. بعد از اون با یه آقای ازدواج کرد که از ازدواج قبلیش یه پسر کوچولو داشته. همسرش زر دنیا آوردن بچه متاسفانه فوت کرده. حمید عاشق اون پسر کوچولو میشه. حتی یکی از کلیه هاشم به اون پسر کوچولو هدیه میکنه. بعد از اون یه بار روز پرستار اون آقا واسه حمیده یه خونه میخره، به اسمش میکنه. یه شب بود که با هم توی اون خونه گذروندن. بعد از اینکه حمید از خواب بیدار میشه میبینه که ساعت 8 شب فرداش هست. هیچ کس توی اون خونه نیست. هر جا رو میگرده شوهرش رو پیدا نمیکنه. حتی وقتی هم که بهش زنگ میزنه موبایلش خاموش بوده. تا اینکه یه نامه توی ماشین شوهرش پیدا میکنه. حالا بریم قسمت دوم و پایانی این داستان رو با هم گوش بدیم. لینک قسمت اول داستان داخل کامنت و دیسکریپشن همین ویدیو پین شده. حتما قسمت اول رو ببینید که واقعا عالیه. بریم سراغ ادامه داستان. در ماشین قفل نبود. سویچ روش بود. با چشمای اشکی و پر از قصه نشستم توی ماشین و استارت زدم که دیدم روی شیشه ماشین از داخل یه پاکت چسبیده، یه کاغذ که روش نوشته شده حمیده پاکت رو باز کن و بخون. دست خط مهران بود. با ترس و لرز پاکت رو باز کردم. یه نامه به خط و مهر مهران داخلش بود که توش نوشته بود سلام حمیده جان. مطمئنم زمانی که این نامه رو میخونی بین من و تو فاصله خیلی طولانیه. منو ببخش بابت همه سالایی که نتونستم کنارت زندگی کنم و مجبور به دروغ شدم. حقیقتش اینه که من میخواستم زودتر بهت بگم، اما خب وابستگی و علاقه تو آرمین به هم دیگر رو که میدیدم نتونستم باهات صادق باشم. 2 سال پیش که میخواستم با آرمین از ایران برم میخواستم بهت بگم، اما بیماری آرمین مانع شد. به خاطر همه محبتای مادرونت ازت ممنونم. از اینکه زندگی دوباره به تنها یادگار عشق ناکامونده من دادی. همیشه قدردانت هستم. به خاطر فداکاری و از خود گذشتگی که در حق آرمین انجام دادی دلم نیامد به این وضعیت ناجوان مردونه ادامه بدم. تو لایق کسی هستی که عاشقت باشه و به قلب مهربونت عشق و زندگی هدیه کنه. کاری که من تو این سالا نتونستم بکنم، چون که دلم و سالها پیش همراه مادر آرمین دفن کردم. عشقی که چند ماه بیشتر سرانجام نداشت. اما خب قلب و احساس من جز با اون زن با هیچ زن دیگه ای شریک نشد. تمام این سالا من با خاطرات اون زندگی کردم. طبقه بالای همین خونه تمام روزایی که تو فکر می کردی من مأموریتم با فکر شادی مادر آرمین میگذروندم. تنها زندگی کردم و نتونستم خودم رو راضی کنم که پیش تو بمونم. اما حالا دیگه نمیتونم به این وضعیت ادامه بدم، چون که واسه خودمم سخته نقش مردی که به دروغ کنار یه آدم خوشقلب زندگی میکنه رو بازی کنه. کلیدی طبقه بالا توی داشت برده و یه پاکتم هست که وکالت طلاق بدون حضور من توشه. سند طبقه پایین و ماشین رو به نامت زدم. به خاطر این همه سال پرستاری های مادرانه‌ای که واسه آرمین کردی. من و آرمین امروز صبح واسه همیشه از ایران میریم. خودم آرمین رو مجاب میکنم. بهش توضیح میدم. در مورد جدایی خودم و تو بهش چیزی نمیگم. باور کن حمیده، این به نفع هر سه ماست. آرمین حق داره جای بهتری زندگی کنه که به اهداف زندگیش در آینده برسه. اینجا بچه آیندهش خراب میشه. آرزو دارم کسی که لایق عشقت باشه توی مسیر زندگیت قرار بگیره. امیدوارم بتونی منو درک کنی و ببخشی. مهران. دنیا پیش چشمم تیره و تار شد. احساس میکردم نمیتونم نفس بکشم.
باورم نمیشد. نامه‌ای که دارم میخونم و مهران نوشته و این بلا و مصیبت و سرم آورده باشه. نگام به طبقه دوم بود. دستام یخ زده بود. قدرت حرکت نداشتم. با حالی خراب از خونه اومدم بیرون. درست نمیتونستم رانندگی کنم. مهران چطور تونسته بود با من این کارو کنه؟ من دلم به آرمین زندگی باهاش خوش بود. به مهران به همون مقداری کمم راضی بودم. تصور این که این همه سال فقط منو پرستار بچهش میدونسته حالمو بدتر میکرد. بچه‌ای که همه زندگی و جون و توان من بود. چطور دلش اومد بچه‌مو ازم بگیره و جدا کنه؟ تازه معنی نوشته روی کیک دیشبو میفهمیدم. بهترین پرستار دنیا. روزت مبارک. تازه معنی حرفی که دیشب هم زده بود واسم باز شد. درسته من تمام این سالا همسر مهران نبودم. پرستار بچه‌ای بودم که یادگار عشق از دست رفته ی مهران بود. اما خب همه وجود من شده بود بچه‌ای که من جز محبت مادرانه چیزی بهش نکردم. مهران اینا رو ندید و روی محبت مادرانه من اسم پرستاری گذاشت. واسش قیمت تعیین کرده بود. باورم نمیشد اون خونه و اون ماشین دستمزد نگهداری من از آرمین بوده باشه. من عاشقانه با آرمین زندگی کرده بودم. عاشقانه بزرگش کرده بودم. مهران روی احساس من قیمت گذاشته بود. سرم داشت سوت میکشید. کجای این به اصطلاح معامله از نظر مهران به نفع من بود؟ چقدر احساس بدبختی و بیارزش بودن میکردم. بدتر از رفتن مهران چیزی که قلبم و آتیش میزد دوری و نداشتن آرمین بود. همش فکر میکردم مهران چی به این بچه گفته که راضی شده بره؟ یعنی که چی میخواد بگه؟ با دل شکسته و روحی زخم خورده اومدم خونه خودم. حالم اصلا خوب نبود. مامان زنگ زد و از آرمین پرسید. گفتم آرمین خوبه. خوابیده. نمیدونستم باید چی بهشون بگم. خودم هنوز تو شوک بودم. مدام گوشی مهرانو میگرفتم در حالی که میدونستم خاموشه و جواب نمیده. اون شب در اوج حسرت و نوآوری با اشک و گریه خوابیدم. صبح فردا شال و کلا کردم. رفتم شرکت مهران به امید اینکه شاید یه رد و نشونی ازش پیدا کنم. یعنی که شاید هنوز نرفته باشه و بتونم رازش کنم که آرمینو پیش من بذاره و خودش بره. با این فکر را کل مسیر رو طی کردم. رسیدم شرکت. نگهبان شرکت که منو میشناخت با احترام سلام کرد و گفت خانم شما با رئیس تشریف نبردین؟ با این حرف از رفتن مهران مطمئن شدم. لبخند تلخی زدم و گفتم نه فعلا. جانشین رئیس الان کیه؟ نگهبان گفت فعلا وکیل شرکت حضور دارن. میتونید باشون صحبت کنید. قرار رئیس با ایشون هماهنگ کنه و تکلیف شرکت رو معلوم کنه. رفتم داخل. مهران وکیل شخصی داشت که کاری مربوط به خودش و شرکتش رو انجام میداد. خیلی مورد اعتمادش بود. آقای صفایی با دیدن من از جاش بلند شد و با احترام تعارف زد که برم داخل دفتر. اصلا حال و روز میزونی نداشتم. رفتم داخل. گفتم مهران کجاست آقای وکیل؟ میشه به منم بگید چه اتفاقی افتاده و رئیس شرکتتون کدوم کشور مهاجرت کرده؟ آقای صفایی که مرد زرنگ و کاردانی بود گفت منم مثل شما از جای زندگیشون خبر ندارم. ایشون فقط منو وکیل کاری مالی و اداریشون کردن. قرار شده که هر وقت که احتیاج باشه به هم زنگ بزنن و تکلیف شرکت و زمینه و اموالشون رو روشن کنن. گفتم مگه میشه وکیل کسی باشی و خبر نداشته باشی که کجا و کدوم کشور رفته؟ گفت چرا نمیشه؟ مگه شما که همسر ایشون هستین خبر دارین که کجا و کدوم کشور رفتن؟ شما که بهشون نزدیکتر هستین تا من. راستم میگفت. از نظر همه من نزدیکترین آدم به مهران بودم. اما خب در حقیقت من اصلا هیچ چیز و هیچ کس مهران به حساب نمی اومدم. شاید بیارزشترین شخص واسش به حساب می اومدم. با این حرف وکیل گریم گرفت. با بغض گفتم خب حق با شماست. اما مهران بی خبر از من رفته. من نگران آرمین پسرمم. وکیل گفت آرمین پسر خونده شماست. همسرتون اختیار فرزندشو داره. شما به لحاظ قانونی نسبتی به اون بچه ندارین. اشکام همینجور گله گله میریختن پایین. توان حرف زدن و توضیح دادن نداشتم. از جام بلند شدم. گفتم که آره حق با شماست. من هیچ کاری مهران و آرمین هستم. یقینا یه پدر دلسوزتر و مسئولتر از یه نامادری واسه پسرش خواهد بود.
با بغضی که چنان راه نفسمو گرفته بود که نمیتونستم دیگه بیشتر از این حرف بزنم ادامه دادم: اگه از مهران خبردار شدین لطفاً به من فقط و فقط کشوری که رفته رو بگین. من چیز دیگه ازتون نمیخوام. به سمت در قدم زدم اما سرم گیج رفت و روی زمین ولو شدم. آقای صفایی که دید من رنگ برو ندارم یه لیوان آب قند درست کرد و آورد و ذره ذره به خوردم داد. گفت خانم خواهش میکنم بشینید روی مبل. من زنگ میزنم اورژانس بیاد. روی مبل نشستم و چشمام سیاهی میرفت. نایه هیچ حرکتی نداشتم. چند دقیقه گذشت. اورژانس رسید. کمی شهر حال از من گرفت. با بی‌حالی و به زور جوابشون دادم. آمبولانس منو برد همون بیمارستانی که جراحی کرده بودم. بچه‌های اورژانس اونجا منو میشناختن. با دیدن من سریع اقدامات اولیه رو انجام دادن. یه سری دارو بهم تزریق کردن. بعد از چند دقیقه دکتر کشیک اومد. پرستارا گمانشون این بود که من به واسطه کلیم دچار مشکل شدم. دکتر بعد از خوندن پرونده من نگاهی بهم کرد و گفت همراهتون این آقاست. آقای صفایی همراه آمبولانس اومده بود و کاری بیمارستان رو انجام داده بود. دکتر رو به آقای صفایی گفت که با توجه به اینکه زمان زیادی از پیوند کلیه ایشون نگذشته استرس و تشنج نباید داشته باشن. لطفاً توضیح بدین که چه اتفاقی افتاده. قبل از اینکه حرفی بزنه گفتم دکتر به ایشون مربوط نمیشه. ایشون وکیل خانوادگی ما هستن. همین حین یکی از پرستارا که از زمان بیماری آرمین منو میشناخت اومد پیشم و گفت که وای دختر چی کار کردی به خودت؟ آرمین چطوره؟ اون که مشکلی نداره. گفتم نه خدا رو شکر من خوبم، فقط یکم ضعف داشتم. ربطی به کلیم نداره. آقای صفایی که بی خبر از همه چیز بود مات و مبهوت فقط مونده بود و نگاه میکرد. نمیدونست باید چیکار کنه. دکتر دستور بستری نوشت. داد دستشو گفت که شما پرونده بیمار رو بگیرین که بررسی های کامل ایجاد و بستری بشن. از آقای صفایی به خاطر اینکه به زحمت افتاده بود عذرخواهی کردم. بابت زحمتی که کشیده بود ازش تشکر کردم. داروهای آرام بخش چشمامو سنگین کرده بود. همینطور که تصویر آرمین جلوی نظرم بود خوابم برد. بیدار که شدم توی بخش بستری بودم. مامان و خاله پیشم بودن. مامان با چشمای اشکی گفت حمیده مادر چی شده آخه؟ گفتم چیزی نیست مامان، اینا بی خودی شلوغش کردن. کم خوابی داشتم، فشارم افتاده بود. ولی دکتر گفته که بهتره یه چکاپ کامل بگیریم ازت. مامان گفت مهران کجاست؟ گوشیش خاموش بود. گفتم آره، مهران با آرمین رفته سفر. نگران نباش مامان، چیزی نیست. تا اون روز مامان هیچ حرفی یا اعتراضی در مورد کار من نکرده بود. به کاری که کرده بودم احترام گذاشته بود. اما خب اون روز توی بیمارستان از شدت ناراحتی گفت خودتو به خاطر بچه مردم ناقص کردی. الان که به این روز افتادی اون با بچهش رفته سفر. بی پول نبود که میتونست با هر قیمتی یه کلیه واسه بچهش بخره. تو هم ناقص نکنه. بغزم گرفته بود. گفتم مامان آرمین بچه منه. فرصت نداشتیم صبر کنیم. بچم از دستم میرفت. مامان چیزی نگفت. اما نگرانی یه مادر رو توی چشماش حس میکردم. همون حسی که من نسبت به سلامتی آرمین داشتم. خاله گفت اذیتش نکن. خب مادر دیگه نمیتونست که نگاه کنه ببینه بچه جلوی چشماش داره. الانم خدا رو شکر که حال هر دو تاشون خوبه. حمیده گفت که کم خوابی داشته و ضعف کرده. چند ساعتی گذشته و پرستار اومد داخل و گفت یکی از همراه‌ها بره آزمایشگاه و جواب کاتالوژی بگیره بیاره. دکتر قراره که واسه یه ویزیت بیاد. انشالله اگه مشکلی نباشه فردا مرخص میشیم. خاله رفت پایین و مامانم به دستور پرستار توی اتاق انتظار نشست که موقع ویزیت اتاق شلوغ نباشه. تنها که شدم یاد آرمین و خاطرات سال گذشته که توی همین بیمارستان باش داشتم دوباره زنده شد و بی‌طاقتم کرد. نیم ساعتی گذشت که دکتر اومد توی اتاق و بعد از خوندن آزمایش گفت خدا رو شکر مشکلی نیست، همه چیز نرماله. اما خب خانم، هیجان، تنش، عصبانیت، استرس، غصه، بیخوابی، کمخوری، پرخوری همه واسه شما سمه. اگه میخواین که بدون مشکل با این یه دونه کلیه که دارین زندگی کنین باید همه رو رعایت کنین. از شما که خودتون علم این مسائل رو دارین انتظار بیشتری میره. دکتر یه سری داروهای تقویتی نوشت و گفت از نظر من مرخص هستین. اما اگه فکر میکنین که اوضاع عصبیتون نرمال نیست امشب بمونین و من ترخیصتون رو واسه فردا بزنم.
گفتم نه دکتر، مرخصم کنین، میرم خونه استراحت میکنم، حسابی ردیف میشم. دکتر دستور ترخیص نوشت و خالی کاری تصفیه حساب انجام داد. با هم اومدیم بیرون. نمیدونستم خونه خودم برم یا خونه مامانینا. خونه خودم که یقینا از دوری آرمین دق میکردم. خونه مامان اینا قصه خوردن مامان دقم میداد. در هر حال خاله راضی کرد که تنها نمونم و برم پیش اونا. خونه هنوز حال و هوای صبح رازیه داشت که مهران واسه من کرده بود. کیک توی یخچال، کادوهای مامانینا، لباس راحتی آرمین. اشکم بی اختیار سرازیر شد. یعنی الان بدون من داره چی کار میکنه بچم؟ حالش خوبه؟ مبادا توی راه اذیت بشه ها. تو این فکر بودم که مامان صدام زد و گفت که بیا واسط کیک و آب میوه آوردم، بخور که جون بگیری. یاد آب میوه‌ای که اون شب مهران بهم داده بود افتادم. احتمالاً داروی خواب آور توش ریخته بود که من بخوابم و اون راحت بچه رو برداره و ببره. میل به خوردن چیزی نداشتم. به مامان گفتم مامان من توی اتاق میخوابم. الان فقط خوابم میاد. گرسنم شد میام یه چیزی میخورم. مامان سری تکون داد و گفت باشه. برو، ولی در اتاق قفل نکن. دوست نداشتم نگرانی مامانو ببینم. مامان با اینکه فقط همین یه دونه بچه رو داشت، اما من به اندازه یه چند تا بچه قصه‌اش داده بودم. ازدواج اولم، نبوده سعید، افسردگیم، نبوده بچم، حال مهران آرمین. دو سه روزی خونه مامان اینا بودم و هر روز چند بار به مهران زنگ می زدم. اما هیچ خبری ازش نبود و گوشیش خاموش بود. اون روز به مامان گفتم که میخوام برم خونه خودم. مامان پرسید مهران داره میاد. اومد با هم بیاین اینجا، باهاش حرف دارم. باشه گفتم و رفتم سمت خونمون. گفتم مادر ساده منو باش. مهران واسه همیشه رفته و دیگه هیچ وقت نمیبینیمش. اومدم خونه، جا به جای خونه بوی آرمینو میداد. تحمل خونه بدون آرمین واقعا واسم سخت بود. رفتم توی اتاق خوابش و روی تختش دراز کشیدم. بالشش رو بغل کردم و زار زار گریه کردم. اینقدر گریه کردم که بیحال شدم. همون لحظه گوشیم زنگ خورد. صدای ناآشنایی بود. با صدای گرفته گفتم بفرمایید. گفت خانم من وکیل آقا مهرانم. صفاییم. گفتم بله بفرمایید. گفت راستش خواستم بابت اون روز ازتون عذرخواهی کنم. حقیقتش من نمیدونستم که اهدا کننده کلیه به آرمین شما بودین. بابت قضاوتم ازتون معذرت میخوام. حقیقتش من از محل سکونت مهران خبر ندارم. اما یه شماره ازش دارم که قراره با اون خطش باش تماس بگیرم و مسائل مالی و کاریشو به اون خط زنگ بزنم و اطلاع بدم. هر کمکی ازم بر بیاد بهتون کمک میکنم. من اصلا فکر نمی کردم که مهران بدون اینکه شما رو در جریان بذاره ترکتون کرده باشه. در ضمن اگه در مورد این جریان وکیل خواستین من هستم و حتما کمکتون میکنم. تشکری کردم و گفتم میشه شماره مهران رو بهم بدین؟ گفت نه، این شماره امانته و نمیتونم این کارو بکنم. منم دیگه گیر ندادم و خدافظی کردم. از روزی که مهران رفته بود 2 ماه گذشته بود. نه میلی به غذا خوردن داشتم، نه این که دلم میخواست کاری کنم. از مرخصیمم خیلی وقت گذشته بود. باید سر کار میرفتم. از اونجایی که خیلی ضعیف شده بودم، مدیر پرستاری منو قسمت آموزش گذاشت. اداری میرفتم سر کار میومدم. دیگه شیفت نداشتم، با مریض سر کار نداشتم. ولی یا به خاطر وضعیت جسمی و روحیم بود یا اینکه به خاطر اینی که ترس اینو داشتن که من نتونم کارمو درست انجام بدم. در هر حال دیگه بخش بالی نبودم. این فشار استرس کارمو کم کرده بود. اما خب همچنان منتظر مهران و آرمین بودم. دلتنگی آرمین خیلی بهم فشار می آورد. اون روز بعد از اینکه از محل کارم اومدم بیرون، آقای صفایی دیدم که جلوی در بیمارستان وایساده. با دیدن من نزدیک اومد و گفت سلام، خسته نباشین. شما که تماسی نگرفتین. خودم اومدم که اگه اجازه بدین کمکتون کنم. گفتم چه کمکی؟ گفت بیاین سوار ماشین بشین، توی راه واسهتون توضیح میدم. گفتم با مهران تماس داشتین؟ نمیشه من شمارش رو داشته باشم؟ گفت راستش این شماره رو فقط من دارم. اگه بدم به شما زنگ بزنید بهش میفهمه که از من گرفتین و کارو خراب میشه. من یه پیشنهاد واسهتون دارم. توی ماشین نشستم و راه افتادیم. با تعجب دیدم که داره میره سمت خونه ویلایی که مهران شب آخر بهم هدیه داده بود. حالم گرفته شد و رنگ صورتم عوض شد. آقای صفایی گفت اینجا خونه مهرانه. کلیدش دست منه. سکوت کردم. احتمالاً آقای وکیل نمیدونست که طبقه پایینش مال منه.
از کوچه بالایی وارد شد و ریموتو زد. در شمالی باز شد. پرسیدم خب ما الان اینجا چی کار میکنیم؟ گفت مهران از من خواسته که پیگیر طلاقش باشم، ولی من میخوام یه پیشنهاد بهتون بدم. شما وکالت جدایی رو دارین و هر زمان که بخواین میتونین اقدام کنین، اما به نظرم بهتر اول درخواست مهریه کنین. اگه بتونید این ملکو به عنوان مهریه از مهران بگیرید خیلی عالیه. قیمت خونه های اینجا خیلی گرونه. شما میتونید سهمی از شرکت رو با پول این خونه بخرید و سهامدار شرکت بشین، چون که مهران میخواد شرکت رو نگه داره. اینجوری شما یه قدم به مهران نزدیکتر شدین. گفتم من نزدیک به مهران رو نمیخوام جناب، من آرمینم رو میخوام. دلم برای بچم لک زده. همینجور که داشت از پله ها بالا میرفت گفت شما بیاین بالا، من به مهران زنگ میزنم، به یه بهونه‌ای با آرمین صحبت میکنم که اینجوری شما صداشو بشنوین، به حرف من گوش بدین. من واسه یه برگردوندن آرمینم یه فکرایی دارم، فقط باید صبوری کنین. نمیدونستم میتونم به کسی که وکیل مهران اعتماد کنم یا نه. تنها چیزی که اون موقع واسم مهم بود فقط آرمین بود، این که بعد از مدت‌ها بتونم صدای آرمین رو بشنوم. خیلی واسم خوشحال کننده بود. آقای صفایی در خونه رو باز کرد و تعارف زد که برم داخل. مثلا میخواست خونه رو نشونم بده که من واسه به دست آوردنش ترغیب بشم. نقشه یه خونه کاملا شبیه طبقه اول بود، اما با دیزاین و وسایل متفاوت. وکیل به مهران زنگ زد. گوشی روی بلندگو گذاشت. با شنیدن صدای مهران بغض توی گلوم نشست. وکیل کمی با مهران صحبت کرد. پرسید کجایی؟ مهران گفت هنوز کاری اقامتمون انجام نشده. اگه اینجا به همون اقامت ندن مستقیم میرم کانادا. اصلا اشتباه کردم که از اول اینجا اومدم. باید از اول درخواست میدادم واسه کانادا. اونجا شرایطشون بهتره. وکیل گفت آرمین کجاست؟ بده یکم باش حرف بزنم ببینم در چه حال بچه. مهران در حالی که آرمین صدا میزد گفت هنوز شرایطو نپذیرفته. توی خودشه. اینجا هم دوست رفیق نداره. یه کمی افسرده است. بیا باشه کم حرف بزن بلکه دلش باز بشه. با شنیدن اسم آرمین ضربان قلبم رفته بود روی 1000. صدای ناز بچه گونهش که غم و حسرت توش موج میزد جواب داد بله. دلم میخواست گوشی رو بگیرم و از دور آرمین رو ببوسم. اشک همینجوری روی گونه ها میریخت. دستم و جلوی دهنم گرفته بودم که صدام در نیاد. وکیل پرسید آرمین جان عمو خوش میگذره؟ بابا کجا رفتین؟ آرمین با صدای بغض‌آلود و خسته گفت مامانم که بیاد با اون میرم همینجا رو میگردم. الان هیچ جا نرفتیم. بابا گفته که مامان کارش طول میکشه. دلم داشت 1000 پاره میشد. مهران بیوفا این بچه را هم عذاب داده بود. هنوز حقیقت رو بهش نگفته بود. خب اگه قراره که من برم چرا نمیذاره که باهاش حرف بزنم؟ حداقل اینجوری تحمل دوری واسش آسان‌تر میشه. آرمین با صفایی خدافزی کرد. آقای صفایی به مهران گفت مهران خب این چه کاری بود که کردی؟ اون زنم با خودت میبردی. این بچه بهش وابسته بود. مهران با صدای بیرم گفت عادت میکنه. اقامتمون که درست شد حقیقت رو بهش میگم. آرمین دیگه داره بزرگ میشه و باید با حقایق زندگی روبرو بشه. آقای صفایی گفت چی بگم؟ صلاح مملکت خیش خسروان داند. من بازم زنگ میزنم و با آرمین صحبت میکنم. حداقل بچه به جز تو با کس دیگه ای هم صحبت بکنه. مهران گفت باشه مشکلی نیست. فقط چی کار کردی؟ با حمیده صحبت کردی؟ زودتر واسه جدایی اقدام بکنه ها؟ گفت امروز میبینمش باش صحبت میکنم. نگران نباش. کمی با هم دیگه صحبت کردن و قطع کرد. تمام صورتم تو اشک و حسرت هم کلامی و دیدار آرمین به جونم چنگ مینداخت. آقای صفایی ناراحت به من نگاه کرد و گفت ببینید صحبت کردن با این آدم هیچ فایده‌ای نداره. اون تصمیمش گرفته. شما کاری که من میگم و باید بکنین. گفتم میشه بگید کدوم کشور هستن؟ گفت کمی صبور باشین. رفتن شما به اونجا مشکلی رو حل نمیکنه. بذارید کارا درست پیش بره. من تصمیم دارم کاری کنم که مهران برگرده ایران، دیگه نتونه از ایران خارج بشه. اون وقت شما میتونید همیشه آرمین رو ببینید یا اینکه کنار خودتون حفظش کنین. فقط صبور باشین. به نظرم همین امروز واسه یه مهریه اقدام کنین. گویا مهریه شما هم سنگینه. گفتم اما اون واسه من خونه و ماشین خریده زده به نامم. چی کار کنم؟ اون که سند زده. در واقع انگار که مهریه منو داده. گفت انگار این حرفا رو بذارین کنار. جای قید کرده که مهریه پرداخت شده؟ نه.
پس میتونید اقدام کنین. بعدم کلید خونه رو بهم داد و از جاش بلند شد و گفت توی خونه رو قشنگ ببینین. فکراتونو بکنین. این میتونه کمک بزرگی واسهتون باشه. من کمکتون میکنم. اونم فقط به خاطر اینکه حس میکنم مهران با وجود اینکه دوست منه و سالهاست کاری حقوقشو من انجام میدم، اما در حقتون بی‌وفایی کرده. من واسه احیای حقتون کمکتون میکنم. ازش تشکر کردم. آقای صفایی گفت کلید خونه رو بعداً ازتون میگیرم. اینو گفت و از خونه رفت بیرون. صدای آرمین دلتنگیمو بیشتر کرده بود. هرچند از این که سلامت بود خدا رو شکر میکردم. اما صدای گرفته و منتظرش چنگ به دلم مینداخت. از جام بلند شدم. کل خونه شبیه طبقه پایین بود. اما شیک و مرتب و کاملا آماده استفاده. گویا کسی اونجا زندگی میکرده. عکس عروسی مهران با مادر آرمین توی سالن روی دیوار بود. ناخودآگاه رفتم سمت اتاق خواب. در باز کردم و تخت خواب دیدم که مرتب و شیک اونجاست. چیزی که منو متعجب کرد عکسایی بود که به تمام در و دیوار اتاق چسبیده بود. انگار شادی زنده بود. لحظه به لحظه با مهران زندگی کرده بود. مهران از تمام لحظات خوش زندگیش باش عکس گرفته بود. از بدو تولد آرمین، تولدش تا اون سن، تولد خود مهران، عید و همه مراسم، همه و همه عکس مهران و شادی و آرمین بود. عکس‌ها به بهترین حالت ممکن فتوشاپ شده بود و تمام لحظه ها عکسای مختلف شادی کنار مهران بود. حتی عکسی که از آرمین روی تخت بیمارستان که با مهران گرفته بودم و جوری درست شده بود که انگار شادی اون طرف تخت آرمین لبخند میزنه. تمام این سالا بعد از نبود شادی مهران با اون عکس‌ها و خاطراتش زندگی کرده بود. در توهم داشتن شادی در قلبش روی هیچ کسی باز نکرده بود، چون که از نظر مهران شادی اصلا نرفته بود. با دیدن اون همه عکس از لحظات زندگی مهران که در واقع باید کنار من می بود و نبود و با من باید میگذروند و نگذرونده بود، حالم خراب شد. اون ترجیح میداد با خاطره شادی زندگی کنه تا با وجود من. اگه آرمین اون عکس‌ها رو دیده بود مطمئناً به زنده بودن یا مرده بودن مادرش شک میکرد. مهران یه عاشق درد کشیده بود که نخواسته بود رفتن عشقش رو باور کنه و نتونسته بود هرگز با این موضوع کنار بیاد. از خونه اومدم بیرون. سرم واقعا درد گرفته بود. در قفل کردم و اومدم طبقه پایین که در واقع خونه خودم بود. دلم نمیخواست باور کنم که مردی که پر از احساس بود و عشق و عاطفه خرج میکرد همون مهرانیه که اصلا منو نمیدید. با منی که به خودش و بچهش با تمام وجودم عشق داده بودم. زنده بودم و محتاج عشق و احساس بودم. اینقدر سرد و بیروح و بیرحم تا کرده بود. کمی استراحت کردم. از توی یخچال قرصای آرام بخشی که مهران توی آب میوه اون شبم ریخته بود و پیدا کردم. دلم میخواست کار اشتباه انجام بدم. دلم میخواست بخوابم و دیگه بیدار نشم. اونا رو از توی یخچال برداشتم. از یه ورق 5 تاش نبود. معلوم بود که همون 5 تا منو یه شبانه روز خواب کرده بود. از نظر پزشکی میدونستم که چند تای اینا آدمو یه لیوان آب پر کردم. نشستم کف آشپزخونه. روزای زندگی مثل عکسایی چسبیده به دیوار اتاق مهران برگ به برگ از جلوی چشمام میگذشت. پدری که هیچ وقت ندیدمش، سعید، عشقش، مرگش، مادرم، مهران، آرمین. آخ آرمین. دونه دونه اونها رو باز میکردم و میریختم توی لیوان. شاید مهران بعد از نبودم منم مثل شادی دوست داشته و واسم احساس به خرج بده. همینجوری دونه دونه اونا رو توی آب مینداختم که گوشیم زنگ خورد. مامان بود. حال نداشتم جواب بدم اما ولکن نبود. گفت کجایی مادر جون؟ شب بیا اینجا، نرو خونه. من و خالتم تنهاییم. بیا پیش ما قربونت برم. گفتم باشه مامان، غروب میام. گوشی قطع کردم. یادم اومد که تولد مامانمه. بنده خدا همه ی عمر جوانیشو واسه من هدر کرده بود. پای من پیر شده بود. فکرم درگیر شد. همونجور که آرمین واسه من عزیز بود، من واسه مامانم عزیز بودم. تازه من تنها یادگار شوهرش بودم. حتی مامان بعد از نبود من خیلی قصه میخورد. یاد صورت نگرانش موقع جراحیم افتادم. یاد نگاه قشنگش به من موقعی که باز سعید عقد کرده بودم. یاد اشک توی چشمش وقتی که فهمید من نمیتونم مادرشم. یاد عصبانیتش از مهران وقتی که فهمید منو تنها گذاشته. یاد التماسش واسه موندن پیشش.
انصاف نبود که دل یه مادر زحمتکش و فداکار رو بشکنم. لیوانو توی سینک خالی کردم. پیش خودم گفتم مهران، واسه من مهم نیست که منو نمیخوای. دیگه واسم هیچی مهم نیست. تو ارزش اینو نداری که اشک و غم به چشم مادرم بیاری. چون که من درکش میکنم. همونجوری که آرمین رو درک میکنم و مطمئنم که آرمینم همین حس نسبت به من داره. ولی خب نمیبخشمت. کارت قابل بخشش نیست. تو رو به اشک مادرم واگذار میکنم. از خونه اومدم بیرون. به حرفای آقای صفایی فکر میکردم. شاید بهتر بود همین کاری که میگه رو بکنم. اینجوری سرمایه و پسندازی واسه آرمین میشد. رفتم خونه و لباسم عوض کردم. ماشین رو برداشتم و رفتم خونه مامانینا. سعی کردم اصلا خودم رو ناراحت نشون ندم. با خنده گفتم مامان حاضر بشین که با خاله بریم شام بیرون. امروز تولدت خوشگل خانم. میخوام واسه تولد بگیرم. مامان نگاهی به صورتم انداخت و گفت که خوبی حمیده. گفتم آره مامان خوبم. واسه چی قصه منو میخوری؟ در حالی که مامان چشماش پر از قصه بود گفت بیا تو بشینی حالا تا شب خیلی مونده. خاله خوشحال از این که میخواد بره رستوران گفت چه خوب تولد مامانت یادت بود. تازه من میخواستم زنگت بزنم و بگم که شب یه کیکی بخری و بعد بیای اینجا. خدا رو شکر حالتم که انگار بهتر شده. حمیده جان واسه یه چیزی رو نخوری یا خدا آرمینو بهت برمیگردونه. من مطمئنم مهران پشیمون میشه. آرمین بچه با معرفتیه. یادش نمیره که تو واسش چه کاری که کردی. تو واسش مادری کردی. اون شب مامان اینا رو آوردم یکی از باغای قشنگی که توی جاده چالوس بود. مامان و خاله خوشحال شدن. آب و هواشون عوض شد. یکی کوچیکم خریدم و مامان موقع فوت کردنشم با بغض گفت آرزو میکنم خدا دلتو شاد کنه مادر. تقریبا تا دیر وقت دیالا چیغ نشستیم. هوا خوب بود و صدای عبور آب از رودخونه و صدای پرنده های روی درختها و روح آدم نوازش میداد. با اینکه سعی داشتم کنار مامانینا خودم خوب نشون بدم اما درونم از درد دوری آرمین میسوخت و داشتم درد میکشیدم. مامان کیک و فوت کرد و برید و گذاشت توی بشقاب. گفت بخور مامان بذار کامت شیرین شه. همون لحظه گوشیم زنگ خورد. شماره ناشناس بود. توجه نکردم. معمولا شماره ناشناس رو جواب نمیدادم. دوباره همون شماره تماس گرفت. با بی‌حوصلگی گفتم بله بفرمایید. بعد از کمی مکث صدای آشنای روح و جونم و نوازش داد. مامان مامان خودت یاره؟ صدای آرمین بود. دست با چو شک شده گفتم آره مامان قربونت برم تویی؟ مامان به فدات کجایی؟ آرمین با صدای بغض‌آلودی گفت مامان کی میای پیش ما؟ بابا رفته خرید کنه گوشیشو برداشتم شماره‌تو گرفتم. چه خوب که جواب دادی. بابا میگه وقتی که اقامت گرفتیم تو میای. مامان نمیشه زودتر بیای؟ من دلم واسه تنگ شده. بغض راه گلومو بست. نمیدونستم چیکار کنم. با گریه که شبیه حقیق شده بود گفتم میام مامان. میام عزیزم. الان کدوم کشورین؟ کجایین؟ به بابا نگه که بهم زنگ زدی یا شاید ناراحت بشه چون که اون برنامه‌ریزی دیگه کرده برامون. هر وقت که بابا نبود خودت بهم زنگ بزن. صحبت کن که وقتش برسه و همدیگه رو ببینیم. آرمین مامان من خیلی دوست دارم اینو بدون که اصلا تنهات نمیذارم. آرمین گفت مامان ما الان ترکیه‌ایم. همون هتلی که با همدیگه رفته بودیم. میشه زودتر بیای؟ من اینجا رو تنهایی دوست ندارم. گفتم میام مامان میام قربون اون صدت برم. مراقب خودت باش. خوب غذا بخور. سعی کن حرف بابا رو گوش بدی. تماس قطع شد و من جرأت تماس گرفتن نداشتم. صدای آرمین انگار جون تازه‌ای به روحم داده بود. صورت مامانه گرفتم و گفتم قربونت برم که هنوز دعا از دهنت بیرون نیومده. خدا اونو میشنوه. با خودم فکر کردم یه سر برم ترکیه و آرمینو ببینم و با مهرانم حرف بزنم. اما بعد دوباره فکر کردم که اگه برم پیش مهران و نظر آرمینو ببینم اگه اصلاً به حرف من توجه نکنه چیکار کنم؟ همین کورسوی امید حرف زدنم با آرمینم از بین میره. از طرفی اگه بچه رو ببینم و مهران نذاره بمونم آرمین اذیت میشه و قصه میخوره. الان حداقل امیدی داره که من میرم پیشش میمونم. خیلی مستصل بودم. واقعا نمیدونستم چیکار کنم. مهران که اگه میخواست منو با خودش میبرد. یواشکی آرمین رو با خودش نمیبرد. پس عملا حرف زدن با مهران بیفایده بود. اما واسه یه دیدن آرمین چیکار میتونستم بکنم؟ اون روز صبح تمام مدت به این موضوع فکر کردم. بین رفتن و نرفتن شک داشتم. آخر یه ساعت کاریم بود که از دفتر پرستاری خواستن که برم پیش مدیر پرستاری.
مترون قبلی بازنشست شده بود. مدیر جدید شناختی روی پرسنل نداشت. فقط از روی پرونده کاری و تعریف سرپرستارا پرسنل میشناخت. وارد اتاق پرستاری شدم. مدیر جدید که یه خانم جوان بود با خوشرویی گفت یه پیشنهاد دارم واسهتون. قراره که توی بیمارستان یه مهد کوتاه افتتاح بشه که پرسنل بچه‌شون رو به خیال راحت اونجا بذارن. بتونن به کارشون برسن. من پیشنهاد میکنم که شما مدیریت مهد کودک رو به عهده بگیرین. همون شیفت صبح میتونید باشید و برنامه ماهیانه‌ای واسه پرسنل بنویسین. من چند تا نیرو هم در اختیارتون میذارم که توی شیفتای صبح و عصر شب بچینیدشون. مادری که شیفت شب میاد بچه‌ش هم توی مهد بیمارستان بذاره و این وضعیت آسوده تر میتونه کار کنه. پیشنهاد خوبی بود. هم بچه ها سرگرم میشدم هم شیفت صبح ها میگذروندم. به همین خاطر قبول کردم. قرار شد از فردا دنبال کاری افتتاح مهد کودک باشم. البته جا و مکانش مشخص شده بود. فقط تزیینات و مقدمات اولیه باید انجام داده میشد. تنوع خوبی واسم بود. شاید سر کله زدن به بچه‌ها یه کمی آروم‌ترم می‌کرد و میتونستم دوری از آرمین رو راحت‌تر تحمل کنم. یه هفته از این موضوع گذشت. کاری مربوط به مهد انجام شد. کاری مربوط به مهریمم سپردم به آقای صفایی. هنوز بهش نگفته بودم که با آرمین حرف زدم و میدونم که کجا هستن. دلم میخواست آرمین بازم بتونه که بهم زنگ بزنه و باهاش حرف بزنم. توی ذهنم دنبال بهونه بودم که بتونم برم دنبال آرمین رو ببینمش بدون اینکه آسیبی از نظر روحی و فکری بهش وارد بشه. مهد کودک افتتاح شد و من مدیر مهد شدم. مادر و همه همکاری پرستار سابقم بودن. چون که خوب منو میشناختن خیلی خوشحال بودن که من مدیر مهد شدم. چند وقت گذشته آقای صفایی دنبال کارم بود. منم به محیط جدید کارم عادت کرده بودم. یه جورایی عاشق کارم شده بودم. بچه‌ها از سن شیرخوارگی تا موقع مدرسه رفتن اونجا بودن. هر سنی بچه داشتیم. بخش شیرخوار رو از بخش آموزشی جدا کرده بودم. واسه هر قسمت مربی و کمک مربی گذاشته بودم. خودمم مدام توی اتاقم میچرخیدم و با بچه‌ها اخت شده بودم. بیشتر دوست داشتم که توی مهد کودک بمانم تا اینکه برم خونه. انقدر به بچه‌ها عادت کرده بودم که گاهی تا شب توی مهد میموندم. بچه‌های شیرخوار رو روی پا میخوابوندم. واسهشون لالایی میخوندم. از دوری آرمین اشک میریختم. بعد از چند ماه کار کردن روی تقاضای مهریه بالاخره خونه طبقه بالا به عنوان مهریه به اسمم زده شد. آقای صفایی میگفت مهران خیلی ناراحته و عصبی از این موضوع. آرمین تفلک چند بار به هم زنگ زده بود. همش میگفت مامان چرا نمیای پیشمون؟ دلم نمیخواست پدرش رو پیشش خراب کنم. به همین خاطر میگفتم که دنبال کاری استعفا و تصفیه حسابم. که شما اقامت بگیرین منم کارم ردیف میشه میام. نمیدونم گیر کار مهران چی بود که با اون همه پول نمیتونست اقامت بگیره. تقریبا 7 ماه از رفتن مهران گذشته بود که آقای صفایی زنگ زد و گفت که بهتر خونه رو بفروشم. سهمی از شرکت رو بخرم. کاری فروش خونه رو بهش سپردم. ازش خواستم که یه راهی پیدا کنه که من بتونم آرمین رو داشته باشم. البته آقای صفایی میگفت مهران پدر آرمین و این کار شدنی نیست. تا اینکه آرمین یه روز طبق معمول یواشکی به هم زنگ زد و گفت مامان من و بابا قراره بیام تهران. بابا گفته چند روز میمونیم و دوباره برمیگردیم. مامان کارتو کن که تو هم ماما بیای دیگه. به آقای صفایی زنگ زدم و جریانو پرسیدم. گفت زمینای شمال مهران به مشکل خورده. شهرداری ادعا کرده که زمین مال اوناست و مهران تصرف توی اون زمینه داشته. حالا واسه یه رفع این مطلب باید خودش باشه. چون اگه نتونه سند معتبر نشون بده ممکنه تمام زمینای شمالش از دست بده. اصلا واسم اهمیت نداشت که مهران چیه به دست میاره و چیه از دست میده. من آرمینم. پسرمو از دست داده بودم. در واقع مهران ازم گرفته بود. محال بود که بتونم دوباره به دستش بیارم. فقط دلم میخواست به آرمینو ببینم. باهاش حرف بزنم. حتی اگه مهران دوباره بچه‌مو ازم جدا کنه. حداقل آرمین رو آماده این جدایی و دوری میکردم. چون که اصلا دلم نمیخواست که بچه‌م چشم انتظار بمونه. یه با چیزی که مهران بعدها بهش میگه ذهنیتش نسبت به من و بعضا نسبت به زنها عوض بشه. چون که آرمین توی سن و سال کمی بود ولی خب حساس بود. واسه ی همین به آقای صفایی گفتم هر وقت که مهران اومد منو با خبر کنین. چون که ممکن بود آرمین فرصت نکنه به من زنگ بزنه. به صفایی گفتم من حتما باید آرمینو ببینم. باهاش حرف بزنم. باهاش خدافظی کنم. آقای صفایی گفت حتما بهتون میگم. اگه تونستم
مقدمات دیدارتونم فراهم میکنم. دل تو دلم نبود که آرمین برگرده و ببینمش، هرچند میدونستم که جدایی دوباره واسم سخت‌تر میشه، چون که ممکنه بعد از رفتن آرمین و اقامتشون تا سالها یا حتی تا آخر عمرم نتونم اونو ببینم. آقای صفایی علیرغم ناراحتی و مخالفت مهران با فروش هر دو واحد از خونه و فروش ماشین و طلا و پس‌انداز منو جز سهامداری بزرگ شرکت قرار داد. حالا دیگه یه جورایی شریک مهران به حساب می اومدم. توی همون خونه مهران زندگی می کردم. یه ماشین مدل پایین خریده بودم. حالا اگه مهران تصمیم می گرفت خونش رو بفروشه، باید یه چاره می کردم. اون روز به مناسبت تولد یکی از بچه‌های من جشن تولد گرفتیم. بچه‌ها تو فکر و شادی و رقص بودن. روی صندلی نشسته بودم و به بچه‌ها نگاه می کردم. همزمان یاد آرمین افتادم. همینجور تو فکر خاطری آرمین بودم که گوشیم زنگ خورد. مادر بزرگ آرمین بود. با خوشحالی گفت حمید جان، خبر داری که مهران فردا میاد تهران؟ قرار آرمین رو بیاره پیش من. گفتم بهت خبر بدم که فردا اینجا همدیگه رو ببینیم. اصلا با مهران حرف بزن ببین چی میگه. شاید نظرش عوض شد و ایران مود. یا اینکه خودت راضی شدی که باشون بری. فردا شب اینجا باش. اصلا هر وقت که مهران بچه رو آورد زنگ میزنم که بیای خونه ما. ازش تشکر کردم. اشکم من نمی اومد. از تصور دیدن دوباره مهران بیقرار بودم. مادر شادی یا همون مادر بزرگ آرمین نمیدونست که مهران دلش نمیخواد که من باشون باشم و باهاشون از ایران برم. اون بنده خدا حتی نمیدونست که مهران تمام این کارا رو به خاطر عشق به شادی میکنه. عشقی که نتونسته بود فراموشش کنه، مثل یه بیمار درگیر اعتیاد. این عشق تموم شده و ناکام و با خودش همراه کرده بود. نمیذاش که محبت کسی دیگه لمسش کنه. دلم میخواست مهران اجازه میداد که بچه چند روزی پیش من بمونه، اما ترجیح داده بود این کارو نکنه و اصلا آرمینو با من روبرو نکنه. نمیدونم چی به بچه گفته بود. خب آرمین میتونست بیاد خونه خودمون با من بمونه، نه اینکه بره پیش مادر بزرگش و من مجبور بشم برم اونجا دیدنش. تازه اونم یواشکی و دور از چشم مهران. مادر شادی همش میگفت که بیاید با هم حرف بزنین، مشکلتون رو حل کنین. این بچه به تو عادت کرده، گناه داره ولش کنی دوباره و طعم بی مادر شدن رو بچشه. بنده خدا خبر نداشت که من از خدامه که با آرمین باشم. اونو مثل بچه نداشتم میدونم. دوستش دارم. اون روز گذشت. صبح فردا رفتم آرایشگاه و موهامو رنگ کردم. یه کمی به خودم رسیدم و منتظر موندم که مادر شادی بهم زنگ بزنه. دل تو دلم نبود. خدا میکردم که مهران کارش گیر کنه و مجبور بشه بیشتر ایران بمونه که من بیشتر پیش آرمین بمونم. آقای صفایی زنگ زد و گفت که مهران از ساعت 5 بعد از ظهر میرسه. احتمال داره که کارش طول بکشه. منم شاید یه ملاقاتی با سهامداری شرکت گذاشتم که حرفاشونو به مهران بزنن. آمادگی داشته باشید که باش روبرو بشین. در ضمن سعی میکنم کاری کنم که شما بتونید آرمینم ببینید. ازش تشکر کردم و گفتم احتمالاً آرمینو تو خونه مادر بزرگش میبینم. شما یه لطفی کنین، برادری کنین، ببینید میتونین رازش کنین که آرمینو با خودش نبره، که البته من بعید میدونم. من باهاش حرف میزنم، اما خب تصمیم مهران واسه مهاجرت به خارج از کشور قطعیه. همیشه بهانه‌اش پیشرفت آینده آرمینه. بعید میدونم که از رفتن یا نبردن آرمین منصرف بشه. حالا شما نگران نباشین، بالاخره یه چیزی پیش میاد. دل تو دلم نبود. غروب شده بود و هیچ خبری از مادر شادی نبود. ساعت 6 عصر نشون میداد که کلافه شده بودم و پا شدم آماده شدم. پیش خودم گفتم توی شهر میچرخم نزدیک خونه مادر بزرگ آرمین که هر وقت زنگ زد سری برم خونه‌شون. با ماشین رفتم همون سمتا. چند تا خوراکی که میدونستم آرمین دوست داره خریدم و گذاشتم تو ماشین که گوشیم زنگ خورد. با دیدن مادر بزرگ آرمین دلم هوری ریخت پایین. با خوشحالی گوشی جواب دادم. آرمین با صدای ناز و قشنگش گفت مامان کجایی؟ من اومدم خونه عزیز. بابام رفت پیش دوستاش. میشه بیای اینجا؟ بابا گفت که خونه رو فروختی یا آدرس خونه جدیدت هم هنوز نداریم. گفتم الان میام مامان جون. من همینجام سر خیابون خونه عزیزت. پامو روی پدال گاز گذاشتم و با سرعت پیچیدم توی خیابان. 10 دقیقه بعد رسیدم جلوی خونه. آرمین بچه‌م با پای بدون دمپایی دوید کنارم. اشکام همینجور گوله گوله پایین میریخت. حالم دست خودم نبود. سر و صورت آرمینو میگرفتم و گریه میکردم. آرمینم محکم گرفته بودم. مادر شادی از سایر ایوان نگامون میکرد. با خنده گفت بیای تو، تا صبح میخواین دم در باشین.
آرمین و کنارم گرفتم و رفتم داخل. مادر شادی با مهربانی گفت حمیدی جان امشب همینجا پیش آرمین بخواب. مهران گفت میره پیش دوستش و شبم بر نمیگرده. از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم. بدون خجالت گفتم باشه ممنونم. امشب میمونم. آرمین لاغر شده بود بچم. زیر چشمات گود رفته بود. نگاهش غمگین بود. اون شب تا صبح کنارم خوابید. تا دیر وقت حرف زد. گفت مامان من اصلا دلم نمیخواد از اینجا برم. همه اونایی که دوستشون دارم اینجا هستن. عزیز مادر جون خاله جون تو هم که معلوم نیست کی بیای پیش ما. من دلم میخواد پیش شما بمونم. اصلا چرا باید از ایران بریم وقتی که اونجا کسی رو دوست نداریم؟ آخه چرا باید اونجا باشیم؟ آرمین حرف میزد و من اشک میریختم. هر از گاهی دست کوچیکش رو میبوسیدم. نزدیکای ساعت 10 صبح بود که آقای صفایی زنگ زد و گفت که امروز ساعت 2 با مهران و بقیه شرکا جلسه داریم. پیشنهاد میکنم که شما هم بیاید. دلم نمیخواست از کنار آرمین جای دیگه ای برم. دوست داشتم این چند روزه که بچم اینجا هستش تماما کنارش باشم. هرچند خونه عزیزش بود و من حس غریبی داشتم، اما بی توجه به این حسم فقط نگران غم آرمین بودم. به آرمین گفتم مامان امروز ساعت 2 باید برم جلسه. آرمین با غصه گفت نرو مامان بمون پیشم. میترسم تو بری بابا بیاد و منو دوباره با خودش ببره. دلم به حال غمی که آرمین تحمل میکرد میسوخت. به صفای زنگ زدم و گفتم که از جانب من وکیل هستین. بعداً بهم گزارش بدین. من نمیتونم بیام. آرمین کلی خوشحال شد. به عزیز خانم گفتم به مهران زنگ بزنه. مطمئن بشه که کی میخواد بیاید. اگه برنامه‌اش جوریه که امشب اینجاست سر نمیزنه با هم بریم بیرون. عزیز به موبایل مهران زنگ زد و مهران گفت که امروز نمیام. اگه کاری داری و نمیتونی آرمین نگه داری بیام با خودم ببرمش. عزیز گفت که نه میخوام باش برم شهر بازی واسه همین پرسیدم. مهران گفت نه امروز و امشب نمیام ولی خب فردا یه سر میزنم. بعد باید برم شمال. اگه آرمین خواست پیش تو بمونه که من کارم ردیف بشه. کلی از نیومدن مهران خوشحال شدیم. آرمین گفت من با شمال نمیرم. همینجا میمونم مامان. تو هم چند روزی پیش ما و عزیز بمون. لبخندی زدم و چیزی نگفتم. عزیز گفت من که از خدا بیای اینجا مادر. تو هم مثل دخترم شادی هستی. زنگ میزنی مامان و خاله جونت هم بیان. توی دلم گفتم کاش من مثل شادی بودم. حداقل مهران دوستم داشت. بچه را ازم نمیگرفت. گفتم عزیز جون آماده بشین که با آرمین بریم شهر بازی. از اون طرفم نهار بخوریم و میایم. عزیز گفت تو با آرمین برو مادر. من نمیام. میدونستم میخواد من و آرمین با هم دیگه تنها باشیم. وقت بیشتری رو بگذرونیم. اما دلم نیومد با خودمون نبریمش. گفتم نه دیگه آرمین دلش واسه یه عزیزشم تنگ شده. عزیز خانم پاشو با هم دیگه بریم که اگه من این چند روز خواستم پیش آرمین بمونم حداقل اون بشه. مادر شادی پاشو آماده شد. آرمینم لباسشو پوشید و همگی با هم رفتیم سمت شهر بازی. چند تا از وسیله‌های تفریحی که آرمین دوست داشت و با هم دیگه سوار شدیم. عزیز خانم بعضیاشو که نمیتونه سوار شه کنار دستگاه وای میساد. من و آرمین سوار میشدیم. بعد از شهر بازی با هم دیگه رفتیم رستوران. بعد با هم دیگه رفتیم امامزاده صالح. عزیز خانم از این که بعد از مدت‌ها اومده بود امامزاده خیلی خوشحال بود. هی تشکر میکرد. بهش گفتم عزیز خانم تشکر لازم نیست. شما عزیز آرمین هستین و به طبع عزیز منم هستین. همونجور که دیشب گفتین منو مثل شادی دخترتون بدونین. عزیز خانم چشماش اشکی شده و منو گرفت. گفت خیلی وقت بود تمام تایم با کسی بیرون نبودم. از وقتی که شادی فوت کرد من موندم و قصه مردن دختر جوانم. ناتوانی در نگه داشتن آرمین. امروز خیلی خوش گذشت. کاش مهران سر عقل بیاد این بچه رو اینقدر اسیر نکنه. اون شب خیلی خوش گذشت. شبی پر از خاطره و لبخند واسمون شد. آخر شب برگشتیم خونه عزیز خانم. آرمین خسته روی صندلی عقب خوابش برده بود. رسیدیم خونه. آرمینو گرفتم و روی تخت خواب خوابوندمش. عزیز خانم گفت من یه چای دم میکنم بخوریم بعد بخوابیم. گفتم ممنون. نشستم روی زمین. عزیز خانم با یه ظرف باقلوا اومد نشست کنارم. نگاهی بهم کرد و گفت مشکلت با مهران چیه دخترم؟ من میدونم که مهران اخلاق نداره اما مرد بدی هم نیست. اگه به خاطر مادرت نمیخوای باش بری خارج چیز دیگه ایه. اما خب به خاطر کسی زندگی تو خراب نکن. توی دلم بغض سنگینی بود که نمیتونستم بشکنمش. آروم گفتم یه سال بپرسم ناراحت نمیشین؟
عزیز خانم جواب داد که نه مادر، بپرس. گفتم ارتباط مهران و شادی چطور بود؟ خیلی همدیگر رو دوست داشتن؟ عزیز خانم آهی کشید و گفت شادی عاشق مهران بود. با هم دوست بودن. به همین خاطر وقتی که اومد خواستگاری پدر شادی مخالفت کرد. چون پدر شادی خیلی سنتی و معتقد بود. گفت که شما حرمت شکستین، چون که با هم دیگه پنهونی دوست بودین زندگی خوبی نخواهید داشت. اما خب شادی اینقدر گریه‌زاری کرد و قصه خورد که مریض شد. پدرش که همین دختر رو داشت طاقت عذاب کشیدن شادی رو نداشت. علیرغم میل باطنیش به این وصلت راضی شد. 2 سال از ازدواج مهران و شادی گذشت. مهران به شدت بدبین و شکاک بود. گاهی سر یه مسئله کوچیک داد و هوا را مینداخت. شادی کارش فقط گریه بود. بعد مهران پشیمون میشد. از دلش در می آورد. شادی فقط به من میگفت که چقدر قصه میخوره. دلش نمیخواد که با مهران جای بره. چون که بعد از هر مهمونی دعواشون میشه. مهران میگه تو آدمای مختلف یا پسرای فامیل سر و سری داشتی. جرأتم نداشت چیزی به باباش بگه. چون که به قول خودش کاری بوده که خودش کرد و باید تحمل میکرد. من نصیحتش میکردم که زمان بگذره درست میشه، اعتماد مهران بیشتر میشه. از اینجور حرفا تا اینکه شادی باردار شد. توی دوران بارداری همیشه درد کلیه و زیر دل داشت. مردم تحت نظر دکتر بود. 7 ماه از بارداری شادی گذشته بود. مهران به مناسبت سیسمونی که واسه شادی برده بودیم مهمونی گرفته بود. فامیل جمع بودن. فامیلای خود مهران و اقوام نزدیک ما. مهران اون شب همش نگاش به شادی بود. کمی عصبی بود. شادی هم ناراحت بود. رفتم پیش شادی گفتم چی شده مامانی؟ بچم با بغض گفت مهران میگه چرا پسرم همش به تو نگاه میکنه؟ حتما تو بهش آمار دادی. گفتم بی خود اعصابت واسه این چیزا خورد نکن. الان مهمونی تموم میشه. همه میرن خونهشون. اونم ناز تو رو میخره. همین حین پدر شادی که متوجه ناراحتی شادی شده بود اومد پیشمون و علت رو پرسید. کاش سادگی نمی کردم. چیزی نمی گفتم. زبونم سوخت و گفتم مهران میگه پسرم هم به شادی نگاه میکنه. آدم بدیه. پدر شادی اخمی کرد و مهران صدا زد. با ناراحتی گفت تو اشتباه کردی پسری پرو. اول که اگه فامیلت فلانه بیجا میکنی که آدم بی خود دعوت میکنی. دومین که بازم اشتباه بیجا میکنی که دختر من زن خودت شک میکنی. ناراحتش میکنی. مهران که جا خورده بود و توقع این حرفا رو نداشت گفت که این حرفا زده. شادی تو چیزی گفتی؟ پدر شادی گفت که اگه تو با دختر من توی خیابون آشنا شدی و گولش زدی عاشقش کردی دلیلش سادگی و پاکت دختر من بوده. دلیل دیگهش آدم کار بلد بودن توه. معلوم نیست چند تا دختر نجیب دیگر رو به این روز نشوندی. پس بار آخرت باشه که خصلت ناپاکی که مخصوص خودت به دختر من نسبت میدی. بعد رو به شادی گفت قصه نخور دخترم. اگه یه بار دیگه همچین اشتباهی کرد به هم بگو که خودم حلش کنم. شادی با چشم گریون رفت داخل خونه. مهرانم دنبالش رفت. پدر شادی میخواست بره داخل که من مانع شدم. اون شب بالاخره مهمونی تموم شد. من وقتی که مهمونه رفتن کمی با شادی صحبت کردم. سعی کردم که آرومش کنم. به مهرانم گفتم که زنت بارداره. حساسه. بیشتر حواست بهش باشه. نذار که قصه بخوره. اون بچه تو رو توی شکمش داره. نباید دلشو بشکنی. مهرانم قول داد از ما عذرخواهی کرد. از خونه شادینا اومدیم خونه خودمون. به همسرم گفتم که کاش اینقدر تند با مهران حرف نمیزدی. بالاخره دامادمونه. غرورش میشکنه. گفت به جهنم که غرورش میشکنه. مردک حق نداره چیزی که خودش و خانواده شایستش هستن و به شادی بگه. واسه همین مخالف ازدواجشون بودم. چون که فکر این آدم مریضه. فکر میکنه همونجوری که شادی با خودش دوست شده ممکنه با کس دیگه هم دوست بشه. معنی خانواده و آبرو اصلا نمیفهمه. گفتم بالاخره هرچی که هست شادی دوستش داره و باید احترامش حفظ کنیم. اون شب تا صبح شادی فکر میکردم. تفلک دخترم با اون سن کم عاشق مردی شده بود که شکاک بود و مجبور بود تحملش کنه. بالاخره با کلی فکر و خیال خوابم برد. نزدیکای صبح بود که تلفن خونه زنگ خورد. مهران بود. با صدای بغض‌آلود و نگران گفت مامان شادی آوردم بیمارستان. حالش خوب نبود. فکر کنم بچه زودتر دنیا بیاد. در حالی که دست و پام به شدت می‌لرزید همسرمو بیدار کردم. گفتم که شادی دردش گرفته. بردنش بیمارستان. بنده خدا پدر شادی با نگرانی بلند شد و سر لباس پوشیدیم و رفتیم بیمارستان.
مهران همونجوری توی حیاط راه میرفت و دستاشو به هم میمالید و اشک میریخت. پدر شادی بدون ملاحظه رفت سمت مهران و یه دونه خوابون تو گوشش گفت چی کار کردی دخترمو؟ هول و بلا انداختی به جون بچم که زودتر داره بچهش دنیا میاد. سری دویدم سمت مهران، ازش خواستم که چیزی نگه و بره داخل اورژانس. پدر شادی آروم کردم. نمیدونستم چی کار کنم. رفتم اورژانس و حال شادی پرسیدم. گفتن یه داروی استفاده کرده که باعث شده به حال بد بیفته و الان اتاق عمله. چون که جون بچه همینجوری پریشون از اتفاقی که داشت میافتاد بودم که در اتاق عمل باز شد. دکتر اومد بیرون. مهران سر و سیمه رفت سمت دکتر رو التماسش کرد که زن بچه‌شو نجات بده. اما دکتر در کمال ناباوری گفت متاسفانه بچه‌تون زنده است و به بخش آی‌سی نوزاد منتقل شده. اما متاسفانه همسرتون رو نتونستیم نجات بدیم. تسلیت میگم. مهران خشکش زده بود. من ناباورانه جیغ میزدم. پدر شادی هراسون و دوون اومد و مونده بود که چی شده. نمیدونست منو بگیره یا مهرانو. شادی دختر نازنین من، مظلوم و بیگناه، بدون اینکه حتی بتونه بچه‌شو ببینه یا کنارش بگیره رفت. روح جسم ما رو آتیش زد و رفت. مهران از اون موقع دیگه سراغ آرمین نرفت. بچه رو ما مرخصش کردیم. تا 1 سالگی ازش نگهداری کردیم. بعد از 1 سال مهران اومد سراغ آرمین و واسش پرستار گرفت. اما بیشتر اوقات خودش نبود. بچه با پرستار پیش ما زندگی میکرد. هرچند که پدر شادی 2 سال بعد از دنیا رفت. من و آرمین موندیم و مهرانی که بیشتر اوقات نبود. آیا این که مأموریت بود. عزیز خانم زد زیر گریه و ادامه داد. مهران دخترمو ازم گرفت. حالا نوه‌مو ازم گرفته. داره آزارش میده. وقتی که تو اومدی دلم خوش شد که این بچه سرپناه پیدا کرده. اما خب حالا میبینم که اون تو رو هم بازی داده. هم پای عزیز خانم اشک ریختم و گفتم عزیز جون قصه نخور. شاید خدا نظری بهمون کرده. مهران سر عقل اومد. اون شب بالاخره صبح شد. همگی در حال صبحونه خوردن بودیم که تلفن خونه زنگ خورد. عزیز خانم گوشی برداشت و صحبت کرد. بعد از قطع کردن منو صدا زد و آروم گفت که مهران بود. گفت داره میاد اینجا. میخوای باهاش حرف بزنی؟ گفتم نه. میترسم برخورد مناسبی نداشته باشه و جلوی بچه بحثمون بشه. من اصلا دلم نمیخواد مهران پیش آرمین خراب بشه. من به بهونه میرم و بعد از رفتن مهران اگه مزاحم نیستم دوباره میام پیشتون. عزیز خانم گفت نه عزیزم، مزاحم چیه؟ خونه خودته. امشب خاله خانم و مامانتم میگم بیان دور هم باشیم. خیلی خوش میگذره. اومدم به آرمین گفتم مامانی من میرم تا بیمارستان و زود برمیگردم. آرمین با خنده گفت که باشه من با عزیز جون خونه میمونم که تو بیای. آرمینو گرفتم و سوار ماشین شدم و رفتم سمت بیمارستان. کاری عقب افتادم و انجام دادم. به بچه توی مهد سر زدم. کلی سفارش بچه ها رو به مربی‌ها و کمک مربی‌ها کردم. گفتم شاید من یه هفته نباشم. مرخصی برم. حواستون به امانت مردم باشه. دل تو دلم نبود که برگردم پیش آرمین. با ترس زنگ زدم خونه عزیز خانم. 3 ساعتی گذشته بود. آرمین گوشی رو برداشت و با شنیدن صدای من گفت مامان بابا اومده بود اینجا. میخواست منو با خودش ببره مسافرت شمال. اما من گفتم اینجا میمونم. حالا یه هفته تمام اینجا پیش عزیزم. تو هم زودتر بیا. با خوشحالی گفتم باشه قربونت برم. الان میام اونجا. کارم اوکی کردم و برگشتم خونه مادرش هدی. سر خیابان اصلیشون که رسیدم دیدم مامان و خالم سر خیابون هستن و از تاکسی پیاده شدن و دارن میان سمت خونه مادرش هدی. براشون بوق زدم و مامان منو که دید اومد سمتم و با خاله سوار ماشین شدن. مامان با خوشحالی گفت چشمت روشن مادر جون. آرمین اومده. امروز از خانم زنگ زد و گفت که آرمین برگشته و ما رو دعوت کرد که بریم خونه‌شون دیدن آرمین. تو هم الان خبردار شدی؟ با خنده گفتم آره مامان. آرمین اومده. امشب کلی حرف داریم که با هم دیگه بزنیم. روم نمیشد که بگم چند روز پیش اومده. من خبر داشتم و بهتون نگفتم. البته چون وضع موندن آرمین رو نمیدونستم نمیخواستم اذیت بشن. رسیدیم جلوی خونه عزیز خانم. زنگ در که زدم صدای پای آرمین که توی حیاط دوید و شنیدم. با خوشحالی در باز کرد و با دیدن من و مامانم و خالم انگار پر در آورد. پرید کنار مامانم و گرفتش و بعدم خالم و گرفت و اونم گرفت و هر دوتایشون میبوسیدنش. این بچه برعکس پدرش سرشار از محبت و عشق بود. گویا خصلت مهربونی و عشق از مادر خدا بیامرزش به ارث برده بود. چون که مهران به معنای واقعی بویی از عشق و محبت کردن نبرده بود. عزیز خانم با خوشحالی و مهربانی تعارفمون کرد.
ما رو به خونه دعوت کرد. لباسامو عوض کردم و رفتم توی آشپزخونه کمک عزیز خانم. آروم دم گوشش گفتم که نگو چند روزه که من میدونم و اینجا هم اومدم. عزیز خانم لبخندی زد و سرشو تکون داد. دیدن آرمین توی این وضعیت که انگار پر از قصه و حسرت و استرس بود ناراحتم میکرد. دلم میخواست هر کاری کنم که این بچه خوشحال باشه، قصه نخوره. دلم میخواست هر چی که دارم بدم، اما آرمین همینجا پیش خودمون بمونه و شاد باشه. اما حیف که پدرش تصمیم خودشو گرفته بود. مامان پرسید مهران کجاست؟ بعد به من کرد و گفت که تو ندیدیش هنوز. گفتم نه، صدامو آروم کردم و گفتم که اصلا دلم نمیخواد ببینمش. ولش کن. مامان گفت اما من خیلی دلم میخواد ببینمش و چند تا حرفم حسابی و آبدار بهش بزنم. نگاه به مامان انداختم و با اشاره چشم ابرو متوجهش کردم که جلوی بچه حرفی نزنه. با هم دیگه مشغول صحبت شدن. آرمین از سر و کلشون بالا میرفت. آرمین وسط شلوغی شیطنتش یهو گفت مامان، میگم من اینجا پیش شما بمونم، پیش عزیز جون و مادر جون و خاله جون. بابا بره پیش همون زنه که اونجا میومد پیشش. تو رو خدا بابا حرف بزن که منو با خودش نبره پیش اون زنه. من پیش تو میمونم. اگه گفته نه نمیشه، بیا یواشکی با هم دیگه بریم یه جای دور. از حرف آرمین تعجب نکردم، اما خب ناخواسته یه بغضی رای گلمو بست. واسه این کشکم در نیاد بغضم و قورت دادم و گفتم باشه عزیزم. بابا ما مهران حرف میزنیم، ما قوی هستیم، من و تو عزیز و مادر جون و خاله، ما چند نفریم. بابا تو راضی میکنیم که تو رو پیش ما بذاره و خودش بره و همیشه بیا تو رو ببینه و بهت سر بزنه. آرمین که نمیدونست اون حرفش چه آتیشی به دلم زده گفت اصلا نیاد. من اگه بابا رو نبینم ناراحت نمیشم، اما خب اگه تو رو نبینم دلم گریش میگیره. بهش محبت کردم. گرمای وجود آرمین بغض سنگینه توی گلومو آب کرد و اشکام سرازیر شد. مامان که دید حالم خوب نیست گفت حمیده برو یکم استراحت کن، من خودم با مهران حرف میزنم. گفتم نه مامان، نمیخوام هیچ کس با مهران حرف بزنه. من نیازی به ترحم مهران ندارم. اگه فرصتش پیش بیاد خودم باهاش حرف میزنم و اتمام حجت میکنم. اون روز تا غروب توی فکر حرف آرمین بودم. یعنی مهران زن دیگه یا مد نظر داشت که نمیخواست من همراهش باشم. چقدر کنجکاو بودم ببینم که اون زن چی داره که من ندارم. چطور تونسته با مهران ارتباط بگیره و دلشو به دست بیاره. بالاخره اون زن اینقدر توانمند بوده که بعد از سالها تونسته بوده مهران رو از خونه شادی و عکس و خاطره شادی دور کنه. کاری که من نتونسته بودم انجام بدم. از طرفی هم فکر میکردم شاید اون زنم مثل من فریب ظاهر آروم و موجه مهران خورده. بعید نیست که چند سال بعد اون زنم با یه بچه مثل من رها کنه. اون شب بین 1000 تا سوال و فکر و خیال توی خونه عزیز همگی خوابیدیم. مامان گفت فردا همه با هم بریم خونه من، اما خب عزیز خانم قبول نکرد. یه وقت مهران زنگ میزنه خونه نیستیم بد میشه. صبح مامان گفتم میرم خونه خودم، یه دوش بگیرم و لباسمو عوض کنم و یه سری وسایل لباسای آرمین بیارم که باش بازی کنه و سرگرم بشه که ببینیم خدا چی میخواد. هنوز آرمین و عزیز خواب بودن که با ماشین رفتم سمت خونه. دوشمو گرفتم و لباسا رو شستم و لباس تمیز پوشیدم. چند تا تیکه از لباسایی که آرمین دوست داشت و برداشتم. چند تا از اسباب بازی‌های مورد علاقه‌شم گذاشتم کنار که بذارم توی ماشین. جلوی آینه روی صندلی نشستم. موهامو خوش کردم. صدای سشوار بلند بود. موهامم بلند بود و مجبور بودم خشکش کنم که سرما نخورم. همینجوری که با یه دست موهامو شونه می‌زدم و با یه دست سشوار نگه داشته بودم، تصویر مهران رو توی آینه دیدم. با وحشت از جام بلند شدم. خونه مال مهران بود و کلید خونه رو داشت. منم اینقدر فکر و خیالم و درگیر بود که قفل خونه رو عوض نکرده بودم. از جام پا شدم و برگشتم سمت مهران. نگاه خشکی به من انداخت و گفت که فکر می‌کردم قفل خونه رو عوض کرده باشی. یا اینکه این خونه هم با همدستی صفایی به نام خودت زدی. گفتم من چیز زیادتر از حقم از والد بر نداشتم. الانم که توی این خونه هستم به خاطر اینه که هنوز اسمم توی شناسنامته و قانونا زنتم. گفت حمیده دست برداره تمومش کن. من کاری به مهریه و خونه و اینا ندارم. فقط زودتر بریم طلاق بگیریم. این زندگی رو تمومش کنیم. گفتم اتفاقا منم کاری به مال و ثروتت ندارم. حتی کاری به زندگی باهاتم ندارم. عشقی هم ازت گدایی نمی‌کنم. فقط میخوام آرمین رو داشته باشم، همین. گفت آرمین بچه منه، حمید اینو بفهم. گفتم منم نمیگم که بچت نیست. اتفاقا به خاطر سلامتی روح و روان آرمین
میخوام که آرمین پیش من بمونه. تو هم هر وقت که خواستی بیا ببرش، ببینش. تو میتونی بهترین زندگی رو کنار کسی که دوستت داره داشته باشی. ازش بچه دار بشی. اما زندگی آرمینو فدای خودخواهی خودت نکن. گفت آرمین بچه من و شادیه. میدونی که من عاشق شادی بودم. این ثمری عشق من و اونه. نمیتونم ازش بگذرم. گفتم ازش نگذر. باهاش پدرانه رفتار کن. ازش بپرس که چی میخواد. گفت دست بردار حمیده. میدونم که رفتی آرمینو دیدیش. الانم اومدم اینجا که بهت بگم آرمینو آماده کنی واسه یه همراه شدن با من. باش صحبت کن و به هر طریقی که میتونی قانعش کن. چون که من بعد از پایان کاری که واسم پیش اومده از ایران با آرمین میرم. دیگه بر نمیگردم. گفتم میخوای چی ثابت کنی مهران؟ گفتی چی؟ میخوام واسه خودش و آیندهش پدری کنم. گفتم اگه فکر میکنی که با بردن آرمین به یه کشور دیگه میتونی عذاب وجدانتو کم کنی اشتباه میکنی. شادی هم اگه زنده بود دلش آرامش بچه‌شو میخواست. آرمین این آرامشو کنار عزیزشو کنار من داره. با این حرفم مهران عصبی شده گفت که بابا ساکت. تو هیچ وقت جای شادی نیستی که بخوای به جای اون تصمیم بگیری. حمیده بهتره حرمت خودتو حفظ کنی. در هر حال من آرمینو به خودم میبرم. به تو هم هیچ مربوط نمیشه. قانونم حقو به من میده. اگه ازت میخوام که با آرمین صحبت کنی فقط به خاطر اینه که این بچه منتظر تا نمونه و راحت دل بکنه. وگرنه همونجوری که اون دفعه با خودم بردمش این دفعه میبرمش. اما بینام و نشون دیگه هیچ وقت اثری از من آرمین نمیبینی. تمام وجودم از شدت استرس و ناراحتی میلرزید. این توی صدام کاملا مشهود بود. از بغض حس بدی داشتم. رفتم توی آشپزخونه و یه لیوان آب خوردم. مهران بی توجه به حال من گفت تمام سهام شرکت رو واگذار میکنم. شرکت رو میفروشم. این خونه هم همینطور. تو هم توی این چند روز واسه خودت دنبال خونه بگرد. من تا هفته دیگه کار زمینه شمال رو انجام میدم. اینجا هم سپردم به صفایی. این آخرین کاریه که من با صفایی دارم. بعد از برگشت از شمال قرار میذارم که توافقی طلاق بگیریم. وگرنه خودم طلاقت میدم. مهریتم که گرفتی و دلیل جدا شدنم واسه قاضی معتبر و قابل قبوله. من بچه میخوام و تو قادر به این جریان نیستی. این حرف مهران مثل آتیش تمام وجودم و سوزوند. حس کردم از شدت سوختن بدنم رو حس نمی کنم. بی اختیار اشک ریختم و روی زمین نشستم. مهران از خونه بیرون رفت. در به شدت پشت سر خودش بست. حس نفس تنگی داشتم. دلم نمیخواست این روزای آخر که آرمینو داشتم منو تو این حال بعدش ببینه. از جام بلند شدم و یه لیوان دیگه آب خوردم. یکم آرایش کردم که صورت رنگ پریدم رنگ بگیره. آژانس گرفتم و رفتم خونه عزیز جون. اصلا نمیخواستم کسی بفهمه که امروز چی به سر من اومده. از ملاقات من و مهران کسی با خبر بشه. واسه همین سعی کردم لبخند بزنم. بعدش وارد خونه شدم. شام با هم خوردیم. البته من اصلا میل نداشتم. دلم میخواست فقط بخوابم. عزیز جون گفت حمیده جان انگار خیلی خسته ای. میخوای برو بخواب. ما پیرزنا تا صبح بیداریم و حرف میزنیم. عذرخواهی کردم و رفتم توی اتاقی که عزیز جون واسه آرمین مهیا کرده بود. دو تا شک پهن کردم. دراز کشیدم. خاطره امروز و حرفای مهران مدام جلوی نظرم بود. ولی اینقدر مسکن خورده بودم که قشنگ خوابم برد. نیمه های شب بود که بیدار شدم. آرمین کنارم خواب بود. خونه ساکت بود و انگاری که همگی خوابیده بودن. نگاهی به آرمین کردم. دستمو گرفته بود و رو به من خوابیده بود. اشکام روی صورتم میریخت و بی صدا گریه میکردم. حرفای مهران بدجوری دلمو سوزونده بود. صورت بی احساس مهران و لحن بی مهر و سردش و حرفای مثل بدش قلبمو به درد آورده بود. سنگینی رو روی وجودم احساس میکردم. توی رخت خوابم نشستم. اجازه دادم که اشکام بریزن. شاید بغضی که تبدیل به اشک شده بود میتونست آروم ترم کنه. کمی با خدا درد و دل کردم. از سعید و غم دوریش گفتم. از نقصی که توی وجودم بود و مانع بچه دار شدنم بود. از آرمین که همه چیزم بود و زندگی بدون اون واسم جهنم بود. از مهران که تمام غرورش منو له کرده بود و عشق منو بازیچه اشتباهش کرده بود. آروم آروم با خدا درد و دل میکردم. اشک میریختم. صورت زیبای آرمین زخم دلم و مرهم میذاشت. گرمای دست کوچولوش که توی دستم بود دل یخ زده از سرمایه نگاه مهران رو گرم میکرد. با چشمای پف کرده و قرمز شده که از شدت اشک میسوخت دوباره خوابم برد. صبح صدای تلفن خونه عزیز جون از خواب پریدم.
عزیز گوشی برداشت و بعد از سلام و احوال پرسی اومد سمت اتاق آرمین و من صدا زد و گفت حمیده جان بیداری مادر؟ بیا آقای صفایی کارت داره. میگه کار واجبی باد داره، فقط میخوادم با خودت حرف بزنه. خوابالود با چشمای پف کرده و صورت داغون رفتم سمت تلفن. صدای آقای صفایی گرفته بود. با ناراحتی گفت خانم شرمنده که اول صبح مزاحمتون شدم. از مهران خبر دارین؟ گفتم نه چطور؟ قرار بود برن شمال دیگه. گفت امروز من رفتم شرکت. پلم شده بود و کسی اجازه نداشت که بره داخل. مهرانم جواب تلفنش نمیده. حقیقتش من نمیدونم که ایشون کجا هستن. گفتم تا اونجا که من میدونم قرار بوده که دیروز بره شمال دنبال کاری زمین. دیگه هیچ چیز دیگه نمیدونم. گفت حقیقتش چون که سهامدار شرکت همه اینجا جمع شدن، به عنوان سهامدار شرکت بهتون زنگ زدم. به نظرم شما هم تشریف بیارید ببینیم چه مشکلی پیش اومده. گفتم شما از طرف من وکیل هستین، خبرشو بهم بدین. من حوصله ندارم بیام اونجا. صبحانه رو خوردیم و همگی سوار ماشین کردم. رفتیم توی شهر جای دیدنی و یکم چرخیدیم و بعدم رفتم سمت کنسولوقون. گفتم دو شب اونجا اتاق جله میکنیم و از هوای عالیش استفاده میکنیم. مامان و خاله و عزیز خانومم میرفتن امامزاده داوود و خیلی حالشون خوب بود. واقعا آب و هوای خیلی خوبی بود. حالمو بهتر کرده بود. 2 روز کامل اونجا موندیم. آرمین که حسابی خوشحال بود و کیف و حال میکرد. غذاهای خوب سفارش میداد و اشتهاشم خوب شده بود بچم. دلم میخواست این بچه همیشه و همه جا شاد و سرزنده باشه. اون 2 روز اصلا به مهران و رفتارش فکر نکردم. کسایی که پیشم بودن واسم خیلی با ارزش بودن. ناراحتیشون رو نمیخواستم فراهم کنم. حالا دیگه عزیز جون و آرمینم واسه من مثل اعضای خانوادم شده بودن. آرمین حسابی اون 2 روز مورد توجه مامان بزرگا خاله بود. هرچی که میخواست واسش فراهم بود. اگه در حالت عادی بود نمیذاشتم لوسش کنن. اما آرمین مهمون 2-3 روزه هممون بود و همگی دلمون واسش پر میکشید. دلم نمیومد چیزی بگم. بالاخره روز سوم با هم دیگه برگشتیم تهران. نزدیکای ظهر بود که رسیدیم خونه. مامان اینا رو پیاده کردم. خودم یه سر رفتم مهد کودک. همین که پیچیدم جلوی بیمارستان آقای صفایی دیدم که با ناراحتی از بیمارستان اومد بیرون. منو که دید قدماشو تند کرد. اومد سمت ماشینم. گفت کجایی خانم؟ این چند روز همش دنبالتون بودم. چند بار اومدم جلوی در خونتون. خونه مادر بزرگ آرمین. بیمارستان. هیچ خبری ازتون نبود. گفتم خیر انشالله چی شده؟ آقای صفایی با ناراحتی گفت که تمام اموال مهران ضبط و بلوکه شده. از خودش هم خبری نیست. سهامدارا همه یه جورایی ترسیدن و میخوان ازش شکایت کنن. شما هم سهامدار شرکت هستین. همینی که همسرش هستین. به نظرم واسه این که شما با مهران هم دست ندونن با سهامدار دیگه همراه باشین که من پیگیری کنم ببینم که مهران رو پیدا میکنم یا نه. از آقای صفایی خدافظی کردم. رفتم جلوی شرکت پلم شده بود. نوشته بود به دستور قضایی تا اطلاع ثانوی پلم می باشد. چند تا از سرمایه‌دارای شرکت وقتی که منو دیدن و فهمیدن که همسر مهران هستم اومدن سمتم و سوالای مختلف پرسیدن. اینکه مهران کجاست؟ چرا شرکت تعطیل شده؟ کی فک پلم میشه؟ اصلا چرا پلم شده و اینجور حرفا. من واقعا جوابی واسه سوالاشو نداشتم. وقتی گفتم منم مثل شما نمیدونم و سهامدار شرکت هستم هیچکس باورش نشد. چپ چپ نگاه میکردن و با هم دیگه پچ پچ میکردن. آخر سر یکی از اون آقایون اومد پیشم و گفت که ببین خانم اگه همسرت از ایران رفته یا فرار کرده به نفته که بهمون بگی، وگرنه هم از خودت هم از اون شوهر کلاهبر شکایت میکنیم و این واسهتون سنگین تموم میشه. مرد خودش فرار کرده و واسه ردگم کنی شما رو سهامدار شرکت کرده. واقعا که انگار بچه طرفه. اما خب کور خونده خانم، کور خونده. این از طرف ما به اون شوهرت بگو که بیا تکلیف سرمایه ما رو روشن کنه، وگرنه واسهتون بد میشه. حالم بد بود. اصلا انتظار نداشتم که خرابکاری های مهران گردن من بیفته. من که سهمی از شریک زندگی بودن مهران نداشتم، اما خب حالا توی مشکلاتش شریک شده بودم. همین حین آقای صفایی از راه رسید. سهامدارا اون بیچاره‌ام سوال پیچ میکردن، تهدیدش میکردن. آقای صفایی با دیدن قیافه ناراحت من گفت خانم شما ناراحت نباشین، از این قضیه آسیبی به شما نمیرسه، چون که مهران چند روز پیش تقاضای طلاق از شما رو به دادگاه ارائه داده. فقط من باید یه سر تا نوشهر برم واسه اینکه ببینم مهران اصلا رفته اونجا یا نه، چون که درست حسابی جوابمو نمیدن.
بعد رو کرد به سهامدارا و گفت که یه هفته صبر کنین که من پیگیری کنم. اگه نتونستم کاری کنم بعد هر اقدامی که خواستین کنین. در هر حال دور از محرمه که ندونسته در مورد کسی قضاوت کنین. باید از مهران مطمئن بشیم. به نظرم واسه ای تصمیم گیری عجله نکنین. در ضمن این خانومم مثل شماست. اگه اشتباهی صورت گرفته باشه ایشون هم مال باخته هستن. بالاخره با صحبتهای صفایی یه کمی جواروم گرفت. همگی برگشتن. منم تصمیم گرفتم برگردم پیش آرمین و در مورد قضیه امروز با کسی صحبت نکنم. مطمئن بودم مهران فرار نکرده. چون اگه میخواست این کارو بکنه شبونم که شده بود میومد و آرمینم با خودش میبرد. آخرین روزم با اطمینان و اعتماد به نفس کامل به خودش از پیش من رفت. قضیه باید یه چیز دیگه می بود. فقط خودم میکردم که هرچی که هست به واسطه این که من همسرش هستم منو گرفتار نکنه و قضیه سعید تکرار نشه. اون شبم گذشت. فردا آرمین آماده کردم و با عزیز بردم خونه مامانم. اینا دوره هم که بودن هم من خیالم راحت تر بود هم آرمین خوشحال تر بود. آرمینو گرفتم و گفتم مامان من میرم یه سر بیمارستان زود برمیگردم. رفتم سمت مهدا سرکشی کردم. اومدم بیرون یه آقای صفایی دیدم. انگار منتظر من بود. با دیدن من اومد سمتم و گفت رفتم جلوی خونه عزیز خانم. در زدم نبودین. گفتم بیام بیمارستان بپرسم ببینم که اومدین سر کار که دیدمتون. گفتم خیر انشالله چه خبر؟ منمنی کرد و گفت حقیقتش من پرسجو کردم از بچه‌های نوشهر. خواستم دنبال مهران بگردن ازش خبر بگیرن تا خودم بعدن برم. امروز که از بچه‌ها زنگ زده گفت که مهران اومده نوشهر رو به زمینا سر زده. اما کار زمیناش مشکل داره. به جرم تصرف در اموال و زمینای دولتی و اختصاصی بازداشت شده. خودش سعی داشت که کارشو بکنه و کسی متوجه این موضوع نشه. اما خب تا بررسی بشه و قولنامه زمینه و اموالش این از کجا به دست اومده و این چیزا فعلا درگیره. امروز از من خواست که باتون تماس بگیرم. جریانو بهتون بگم. خالصه که خانم مهران خان توی شمال گیر افتاده و من الان میخوام برم نوشهر دنبال کاراش ببینم چه میشه کرد. پلمپ شرکتم به دستور مقام قضایی از نوشهر به اینجا صادر شده که بررسی کامل فعلا نمیشه کاری کرد. فقط من باید برم شمال. ازتون میخوام که نرید سمت شرکت و با سهامدارا مواجه نشین. ممکنه واسهتون درد سر درست بکنن. تشکری کردم اومدم خونه مامان. دروغ چرا؟ از اینکه مهران گرفتار شده بود خیلی خوشحال بودم. ته دلم میخواست که کارش ردیف نشه یه مدت اونجا بمونه. داراییشو از دست بده که مجبور بشه همینجا بمونه. آرمینو با خودش نبره. بی خیال چیزایی که در مورد مهران شنیده بودم یه جعبه شیرینی نارگیلی که میدونستم آرمین و مامان خیلی دوست دارن خریدم و رفتم خونه مامانینا. دلم نمیخواست تهران باشم و با سهامدارا برخورد داشته باشم. اونا که از زندگی من خبر نداشتن. پیش خودم فکر کردم تا آخر هفته که از صفایی خبری بشه بریم یه جای خارج از شهر. مهران که حداقل تا آخر هفته نمی اومد. واسه همین موقع شام به مامان گفتم میخوام برم یه جای خوشا با هوا. دیدید که چقدر کم خوش گذشت بهمون. عزیز خانم با اشتیاق گفت بریم طالقان روستای ما. اونجا خونم داریم. من سال هاست که اونجا نرفتم. طالقان عالیه. علل خصوص روستای ما بادامستون مثل یه تیکه از بهشته. مامان گفت یه وقت مهران میاد دنبال آرمین بعد ما نیستیم یه فکری میکنه واسه خودش. گفتم نه اون تا آخر هفته نمیاد. در زمین به وکیلش میگم که داریم میریم طالقان. هر وقت که مهران اومد خبرمون کنه. مامان کمی تردید داشت اما با اصرار عزیز و خاله و آرمین موافقت کرد. سری ساک بستیم و همه چی گذاشتیم توی ماشین که صبح اول وقت را بیفتیم. به آقای صفایی زنگ زدم گفتم واسه یه دور بودن نه سهامدارا داریم از شهر میریم بیرون که شما برگردین. اونم با این موضوع موافق بود. صبح زود با خانواده به سمت طالقان حرکت کردیم. از خودم متعجب بودم. دلم نمیخواست همچین آدمی باشم و از گرفتاری دیگران خوشحال بشم. اما خب واقعا دست خودم نبود. مهران دلمو بدجور سوزونده بود. از همه بدتر آرمینو میخواست ازم بگیره. بعد از 3 ساعت رانندگی تفریحی رسیدیم روستای عزیز خانم. واقعا قطعی از بهشت بود. آب و هواش اصلا قابل مقایسه با تهران نبود. خاله مامان عزیز تا رسیدیم شروع به تمیز کردن خونه کردن. من و آرمینم حیاط ردیف کردیم. تا ظهر درگیر تمیزی خونه بودیم. ظهر من و آرمین با ماشین اومدیم تا شهر رو کمی واسه خونه خرید کردیم. نهارم چند تا دیزی خریدیم و رفتیم خونه عزیز. خونه که چه عرض کنم. در واقع یه باغ بزرگ
با خونه‌ای وسط حیاط، تمیز و زیبا. نهار خوردیم. بعد از مدت‌ها فشار و سختی روی ایوان خونه دراز کشیدیم. همگی خیلی زود خوابمون برد. یه خواب خیلی راحت و بی دغدغه. بیدار که شدم غروب بود. عزیز سماور رو روشن کرده بود. بوی چای دم کشیده توی خونه پیچیده بود. عزیز جون، گفتم که ممنونم که ما رو اینجا دعوت کردین. عزیز با سینی چای اومد و گفت شما خانواده منین. عزیزای آرمین، عزیزای منم هستن. از وقتی که شادی رفته، تنها جایی که احساس آرامش کردم پیش شماها بوده. فقط کنار شما لبخند زدم. اینو گفت و چشماش پر اشک شد. بهش محبت کردم و با خودم نزدیکش کردم. گفتم عزیز جون، من جای شادی که نه، اما منو دختر خودتون بدونین. بعدم صورت مهربونش رو گرفتم. تا آخر هفته توی روستا موندیم. اون چند روز بهترین و لذت بخشترین روزای زندگیم بود. اونجا به جز زیبایی آب و هوای عالیش، مردم خیلی خوب، بی‌ریا و مهربانی داشت. اینو وقتی فهمیده بودم که همگی توی کوچه پس کوچه های روستا گشت می‌زدیم. شب بود که رسیدیم. مامان اینا رفتن خونه خودشون. منم با آرمین رفتم خونه عزیز. توی راه برگشت ترافیک بود. حسابی شلوغ بود. شهر تهرانم که مثل همیشه پردود و غبار و آلوده، اصلاً قابل قیاس با طالقان نبود. وقتی که رسیدم تلفن خونه عزیز رو چک کردم. پیغام گیر داشت. تماس یا پیامی از مهران و صفایی نبود. اینقدر مسیر را خستمون کرده بود که شام نخورده خوابیدیم. صبح روز بعد به آرمین گفتم میرم مهد. زود برمیگردم. شنبه اول هفته بود. این مدت همش یه سر کوتاه به مهد کودک زده بودم. اونا هم چون میدونستن که من چقدر درگیرم، کاری به کارم نداشتن. بعد از سرکشی به مهد و بازی با بچه‌ها رفتم سمت شرکت مهران. البته پیش خودم تصمیم داشتم که کوچه روبروی بمونم. از راه دور ببینم که چه خبره. رسیدم توی کوچه. از لاین شرکت رو نگاه کردم. همچنان پلم بود و سهامدارای بیچاره جلوش وایساده بودن و با هم دیگه حرف می‌زدن. همین حین ماشین صفایی پیچید تو کوچه و روبروی من در اومد. انگار متوجه من نشده بود. مستقیم رفت سمت سهامدارا. اونا با دیدن صفایی دورش حلقه زدن. هر کدوم چیزی میگفتن و حرفی میزدن و معلوم بود که صفایی در حال توضیح دادن و توجیه کردن اونا بود. دلم میخواست برم نزدیک و ببینم چه خبری داره، اما جرأت پیاده شدن از ماشین رو نداشتم. بعد از کلی صحبت و سر کله زدن، یه ماشین دیگه اومد و 2 نفر پیاده شدن. با صفایی حال و احوال کردن، پلم شرکت رو باز کردن. با باز شدن شرکت، همه سهامدارا صلوات فرستادن. با خوشحالی از اونجا رفتن. با باز شدن و فک پلم شدن شرکت نشون دهنده این بود که صفایی از مهران خبر داره. ممکنه مهران برگرده. وقتی کمی دور شدن، صفایی رفت داخل شرکت و منم ماشین رو پارک کردم و رفتم داخل. صفایی از دیدن من نگاهی به اطراف کرد و گفت که بفرمایید داخل. اتفاقا میخواستم همین الان باهاتون تماس بگیرم. پرسیدم چه خبر؟ گویا مشکل حل شده. صفایی گفت حل که نه. مهران به خاطر استفاده از چیزای دولتی زمان طولانی دستگیره. گویا زمینای شامان مشکل سندی داشتن. مهران خانم خبر نداشته. الان هم شاکی خصوصی داره، هم شاکی اصلی که دولته. شرکتم با 1000 ترفند تونستیم که فک پلم کنیم که سهامدارا به شاکیای خصوصی اضافه نشن. کار مهران بیشتر گیر نکنه. تا مشخص شدن بی اطلاعی و بیگناهی مهران توی زندان قائم شهره که فکر میکنم اگه خوب روی پرونده کار بشه و زود جواب بگیریم حداقل 6 ماه طول میکشه. ولی خب مطمئناً زمینای شمال به طور کلی از مهران گرفته میشه. جریمه نقدی هم باید پرداخت کنه، چون که طرفش دولته. ممکنه جریمه‌شو نبخشن. در هر حال مهران از من خواست که بهتون بگم آرمین از این قضیه چیزی نفهمه. تا بیرون اومدن مهران از زندان و رفع اتهام، آرمین پیش شما مادر بزرگش بمونه. من تمام سعی تلاشمو میکنم که این پرونده زودتر حل شه، مهران از زندان در بیاد. البته در مورد زمینه و اموالش هیچ کاری نمیتونم بکنم، چون که اسنادش همه قلابی. زمینای دولت به چند نفر توسط یک کلاهبردار حرفه‌ای فروخته شده. چند نفر مثل مهران الان گرفتار این قضیه هستن که متاسفانه مال مهران از همه بیشتر و سنگین‌تر شده. چند قطعه زمین که مهران خودش فروخته خریدارا ازش شاکی شدن. خلاصه که فعلا مهران خان گیرن. ما باید تا اونجا که میتونیم تلاش کنیم که شرکت ورشکست نشه و سهامدارا راضیشن، هرچند که احتمالاً مجبور به فروختن شرکت میشیم واسه پرداخت جریمه مهران. ازش تشکر کردم و برگشتم سمت خونه. هیچ حس دلسوزی نسبت به مهران نداشتم.
تازه خوشحالم بودم که آرمین مدت طولانی پیش ما میمونه. البته این حس حالو توی وجود خودم نمیپسندیدم، دوست نداشتم، اما مهران خودش این حالو توی من به وجود آورده بود. تمام اون 6 ماهی که آرمینو از من دور کرده بود و بدون اطلاع از من بچه رو به خودش برده بود، به این فکر میکردم که دوستم نداشت، درست، با من خوشش نمیومد، درست، من در حد کلاسش نبودم، درست، اما چرا کاری کرد که بهش دل ببندم؟ به خودش، به زندگیش، به بچهش. علل خصوص اون سال آخر و بعد از پیوند کلیه جوری با من رفتار کرده بود که من مطمئن شده بودم دوستم داره، میخواد تا آخر عمر با هم باشیم. یادآوری شب آخر که شب تولدم بود و پنهونی رفتنش بزرگترین ضربه ای بود که بهم زده بود. اگه بهم میگفت و من حال و زندگیش امیدوار نمیکرد، شاید الان این حال روزه نداشتم که از گرفتاریش نه تنها ناراحت نشم بلکه خوشحالم بشم. توی همین فکر بودم که رسیدم خونه. تصمیم گرفتم هر جوری که شده به صفایی کمک کنم که شرکت رو حفظ کنیم. با فروش خونه مهران و چند قطعه از زمینایی که به نام خودش بود میتونستیم سهم سهامدارا رو بدیم. شرکت رو از نو با مدیریت و تکنیک جدید را بندازیم. اینجوری دیگه نگران شکایت سهامدارا هم نبودیم. صفایی با مهران ارتباط داشت، دنبال کاری پروندهش بود. پیشنهاد خونه و زمینا رو بهش دادم. مهرانم راضی شد. به گفته صفایی اینطور اگه قرار بر فروش شرکت هم میشد، سهامدار اصلی خود مهران بود. تنها کسی که بهش بدهکار میشد من بودم. منم راضی بودم که اینجور حس منفی درونم رو کنترل کنم. آرمین بی خبر از همه جا، به خیال اینکه پدرش رفته که کاری اقامت رو جور کنه و برگرده و این زمان میبره، خوشحال راضی با من و عزیز زندگی میکرد. خونه‌ای که توش زندگی میکردم مال مهران بود. قرار بود خونه رو بفروشیم. واسه همین وسایل رو آورده بودم خونه مامانینا تا کمی دست و بالم باز شه و بتونم خونه اجاره کنم. گاهی با آرمین خونه عزیز میموندم، گاهی هم عزیز آرمین رو میآوردم خونه مامانینا. سعی داشتم این چند ماه همگی از وجود آرمین لذت ببریم. به آرمین حسابی خوش بگذره. اسم آرمین رو مدرسه نوشتم، واسش معلم خصوصی گرفتم که بتونه درسایی که به خاطر نبودنش و بودنش با پدرش عقب افتاده رو جبران کنه. مدیر مدرسه قبول کرده بود که آرمین امتحاناتش رو توی خرداد ماه اگه نشد شهریور بده که یه سال غم نیفته و بتونه با هم کلاسیاش کلاس بالاتر بشینه و درس بخونه. تمام مدت امید داشتم که شاید مهران بعد از این دوره زندانش سر عقل بیاد و بمونه و فکر مهاجرت از سرش بپره. کمی که گذشت یه خونه کوچیک نزدیک خونه عزیز اجاره کردم. وسایلم آوردم توی اون خونه. آرمین امتحانات خرداد ماه داد. بچه‌م با معدل بالا قبول شد. خوشحال بودم که بچه‌م از همسن و سالش عقب نیفتاده. چند ماه به سرعت برق و باد گذشت. صفای کاری مهران رو اوکی کرد. جریمه هاشو بخشودگی گرفت و قسط بندی کرد. بابامی که از طریق سهام شرکت گرفت رضایت شاکر رو جلب کرد. اما خب زمینای شمال به طور کامل از دست مهران رفت. تنها داراییش همین شرکت بود. اون روز از مهد کودک برگشتم خونه. دوش گرفتم و لباسامو شستم. آرمین پیش عزیز بود. بهش گفته بودم که رفتم خونه خودمون. غروب میام اونجا. لباسا که شسته شد روی تنها پهنشون کردم و آماده شدم برم خونه عزیز. همون موقع موبایلم زنگ خورد. آقای صفایی بود. بعد از سلام و احوال پرسه گفت یه خبر واسهتون دارم. مهران آخر هفته آزاد میشه. توی زندان وکالت فروش شرکت رو بهم داده. گفته که سهم شما رو با سود پرداخت کنم و شرکت رو واگذار کنم. گفتم خب تنها دارایی شرکتشه. چرا میخواد این کار رو بکنه؟ شرکت تازه داره جون میگیره و سود دهیش بالا رفته. آقای صفایی کمی مکث کرد و گفت مهران قصد داره با آرمین از ایران بره. سرمایه که از فروش شرکت به دست میاره رو با خودش ببره اونور سرمایه گذاری کنه. حقیقتش اینه که کمی مکس کرد و ادامه داد از من خواست بهتون بگم پرونده طلاق رو پیگیری کنم. اینکه مهران خواست شما آرمین آماده این سفر کنین. آخر هفته من میرم شمال با مهران برمیگردم. مهران میخواد بلافاصله با آرمین از ایران خارج بشه تا قبل از رفتنش طلاق شما توی محضر ثبت بشه که اگه پروندهش مشکل پیدا کرد شما به عنوان همسرش گرفتار نشین. البته پروندهش هیچ مشکلی نداره، اما اون احتیاط میکنه که شما اذیت نشین. لطفاً با آرمین صحبت کنید و بگید که پدرش داره از سفر میاد. قراره که به زودی با هم دیگه برن سفر. آقای صفایی تون این حرفا رو زد و خدافظی کرد. قطع کرد. انگار میدونست این حرفا چقدر منو عذاب میده و قصه دارم میکنه. غم تمام وجودمو گرفته بود.
بغض سنگینی توی گلوم نشسته بود که توان حرکت ازم گرفته بود. روزای خوشبختی من و آرمین داشت تموم میشد. دوباره جدایی و غم و دوری داشت شروع میشد. پیش خودم میگفتم مطمئناً این دفعه دیگه طاقت نمیارم. چقدر مهران بی‌عاطفه بود که به راحتی و دلخوشی بچهش فکر نمی‌کرد. خودش واسه بچهش تصمیم گرفت. یه لیوان آب خوردم، راه افتادم سمت خونه عزیز. مونده بودم این خبر رو چطور به عزیز و آرمین بگم. حالم خوب نبود. زنگ خونه عزیز رو زدم. آرمین شیطنت‌وار در رو باز کرد. پرید کنارم. عزیز با لبخند نگاهی به صورتم انداخت و با ابرو اشاره کرد که یعنی چی شده. غم توی صورتم کاملا مشهود بود. با اشاره سر بهش گفتم چیزی نیست. دلم نمیخواست پیرزنو که به این بچه دلخوش کرده بود مثل خودم پریشون کنم. اما چاره‌ای نبود. باید بهش میگفتم. شام خوردیم و آرمین رفت توی اتاقش بخوابه و من و عزیز تنها موندیم. 2 استکان چای ریختم و نشستم کنار عزیز. توی این مدت خونه عزیز مثل خونه خودم شده بود. از بس که این زن مهربون بود. البته حواسم به خرج مخارجم بود. خودم تقبل میکردم. در حال خوردن چای بودیم که به عزیز گفتم مهران آخر هفته آزاد میشه و میاد. عزیز گفت پس بگو چرا؟ از غروب پکری خب بیاد. دیگه گور نداره که کفن داشته باشه. مجبور همینجا بمونه. حرفای صفایی بهش گفتم. عزیز گفت این مرد یه ذره انصاف نداره. چقدر بی مروت آخه تو مرد. خب این بچه گناه داره. دیگه میخواد ببره اسیر دست کی بکندش. بچه تازه جون گرفته. ای خدا، تا اون موقع نشنیدم که عزیز در مورد کسی اینجوری حرف بزنه. یعنی که بده کسی رو بخواد. اینو که گفت بعدش استغفرالله گفت و از جاش بلند شد. همینجور زیر لب آروم قر میزد که خدا بهت انصاف بده نامرد. چه از جون این بچه میخوای آخه؟ مادرشو گرفتی کم بود، حالا میخوای تنها دلخوشیشم ازش بگیری؟ این بچه تازه حس مادر داشتن و فهمیده. آخه چقدر تو خودخواهی. کی میخوای یادم بشی؟ عزیز همینجور زیر لب قرقر کرد و رخت خوابشو پهن کرد و شب بخیر گفت و خوابید. طفلک پیرزن معلوم بود که چقدر حرص و قصه داره. اون شب از قصه برگشت مهران و از دست دادن آرمین تا صبح اشک ریختم. ما بین قصه های خودم قصه عزیزم میخوردم. بنده خدا پیرزن شادی و توی وجود آرمین میدید. نبود شادی و با بودن آرمین پر میکرد. دلم به حال اونم میسوخت. چند روز گذشت و آخر هفته شد. در مورد مهران و برگشتش هنوز چیزی به آرمین نگفته بودیم. ناراحت بودم. نمیدونستم چی بهش بگم آخه. فقط وقتی که از مدرسه اومد بهش گفتم آرمین بابا داره میاد ایران. آرمین با وجودی که 6 ماه بود پدرش ندیده بود هیچ ابراز خوشحالی نکرد. تو این مدت هم اصلا سراغ پدرش نگرفته بود. با صدای گرفته و ناراحت گفت میاد که دوباره بره سفر. یعنی که میخواد بمونه. مامان نکنه بازم بخواد منو به خودش ببره. خنده تلخی کردم و گفتم حالا بذار بیاد ببینیم چه تصمیمی داره. در هر حال اون پدرته، دوست داره و خوشبختی تو رو میخواد. آرمین گفت دوستم نداره، چون که میخواد منو زورکی ببره به خودش. محبت کردم و بغضم و به زور قورت دادم و گفتم نه مامان، همه ی پدر مادرها بچه‌هاشونو دوست دارن. بابای تو هم همینطور. فقط مدل دوست داشتنش اینجوریه دیگه. همون حین گوشیم زنگ خورد. صفایی بود. با دیدن شمارش روی گوشیم قلبم وایساد. میدونستم که حامل چه خبریه. گوشی برداشتم رفتم توی حیاط و جوابشو دادم. صفایی گفت سلام خانم. کاری ترخیص مهران انجام شد. ما شب به سمت تهران حرکت میکنیم. فردا صبح رأس ساعت 10 آماده باشین. بریم محضر واسه اجرای جدایی. راستی آرمینم آماده کردین؟ با ناراحتی گفتم آماده میشه. نگران نباشین. فردا صبح میبینمتون. گوشی که قطع کردم انگار تمام رمقمو از دست داده بودم. با چشمای قرمز و دردی توی قلبم، بغضی که راه گلومو بسته بود، نشستم روی پله توی حیاط. روزای زندگی مثل تئاتر پرده به پرده از جلوی چشمام رد میشد. هیچ جای زندگیم به این مرد بی مهری و بی محبتی نکرده بودم. اما اون از من فراری بود. نمیدونستم چی باعث این همه نفرت از من توی وجودش شده بود. عزیز اومد توی حیاط و وقتی که قیافه قصه داره منو دید گفت چرا انقدر خودتو اذیت میکنی؟ هرچی که خدا بخواد همون میشه. قصه خوردن من و تو هم هیچ کاری رو پیش نمیبره. بذار بیاد. شاید نظرش عوض شده باشه. شاید از رفتن پشیمون شده باشه. به دلت بد راه نده. اینقدر قصه نخور. دیگه به عزیز نگفتم که فردا قرار محضر گذاشتیم. حرفم زده شده. اون روز به هر مصیبتی که بود گذشت شب شد.
با 1000 تا فکر و خیال و قصه از دست دادن آرمین واسه آخرین بار کنارش دراز کشیدم و بعد از کلی اشک ریختن خوابم برد. نیمه‌های شب بود که با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم. یادم رفته بود سایلنتش کنم. تپش قلبم بالا بود. با چشمای خواب‌آلود به صفحه گوشی نگاه کردم. صفایی بود. جواب دادم. صفایی با صدای گرفته گفت که خانم شرمنده که این موقع زنگ زدم. خواستم بگم مگه میشه بیاین بیمارستان. ما توی راه نزدیک کرج تصادف کردیم. شما باشین بد نیست. چون که نمیشد به کسی دیگه خبر بدم به شما زنگ زدم. گفتم وضعیت مهران چطوره؟ صفایی گفت خوبه. ولی خب باید بستری بشه، دست و پا شکسته، نیاز به عمل داره. آروم از کنار بچه‌ام بلند شدم. رفتم توی سالن. عزیز بیدار شد. جریانو بهش گفتم. به سمت کرج حرکت کردم. کوچکترین دلسوزی نسبت به مهران نداشتم. چون که مهران چند ساعت بعد اگه تصادف نمی‌کرد قرار بود که منو طلاق بده و بچه‌مو با خودش ببره. حالا گرفتار تصادف شده. به من نیاز پیدا کرده. بعد از بهبودی دوباره همون آدم سنگدل و بی‌عاطفه میشد. با این فکر رفتم سمت بیمارستان. در کمال تعجب دیدم که صفایی توی حیاط بیمارستان نشسته داره یه چیزی دود میکنه بدون اینکه حتی یه خط بهش افتاده باشه. رفتم سمتش. با دیدن من از جاش بلند شد گفت ببخشید حمیده خانم، چاره‌ای نداشتم، باید بیداریتون میکردم. گفتم مهران کجاست؟ صفایی در حالی که منمن میکرد گفت نزدیک گچسر. من پیاده شدم برم یه پاکت دود بگیرم. توی ماشین سنگین که انگار رانندش خواب بوده با ماشین ما تصادف کردم. مهران حالش بده. واسه همینه که من آسیب ندیدم، چون که اصلا من توی ماشین نبودم. گفتم الان مهران کجاست؟ بردنش اتاق عمل. صفای منو سمت پذیرش بیمارستان راهنمایی کرد. رفتم جلوی باجه پذیرش و اسم مهران آوردم که ببینم کدوم بخشه. خانم پذیرش گفت همون تصادفی که فوت شده آوردنش اینجا رو میگین؟ شما چه نسبتی باش دارین؟ امشب تصادفی جاده‌ای داشتیم سمت گچسر که سرنشین متاسفانه. با شنیدن این حرف رنگ از صورتم پرید. درسته که از مهران دلم گرفته بود، اما راضی به نبودنشم نبودم. تا اون لحظه وجودم پر از نفرت و خشم نسبت به مهران بود. اما وقتی که این خبر رو شنیدم اشکام سرازیر شد و از خدا واسش آمرزش خواستم. همونجا بخشیدمش. سالها از اون شب سخت میگذره. آرمین همه جون و زندگی منه. الان یه پزشکی عمومیه. ما توی یکی از روستاهای طالقان یه مرکز درمان زدیم. هفته 3 روز میریم اونجا. من بازنشسته شدم. به عنوان پرستار کلینیک پیش آرمین کار میکنم. آرمین قصد داره تخصص کلیه بخونه، درسشو ادامه بده. با توجه به پشت کار و هوشی که ازش میشناسم مطمئنم که متخصص میشه. همیشه خدا رو شکر میکنم که آرمین از من نگرفته. واسه پدرشم همیشه طلب آمرزش میکنم. دوستای عزیزم، اینم از داستان غم انگیز حمیده که درسته که مهران از دنیا رفت، اما آرمین واسه این همیشه مال خودش شد. دوستای عزیزم، ممنونم که تا پایان این داستان با من همراه بودین. دوستان، من برای تهیه داستان ها زحمت زیادی میکشم. ازتون خواهش میکنم که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و برای دوستان خودتون شیر کنید تا داستان ها و سرگذشت های جدید شما رو به خداوند بزرگ و یکتا میسپارم. یا حق.